آدمی کارم. یا الله مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران و خواهران عزیز، خوش آمدین به کانال کازان تیجی و برنامه سلام تاجیکان دنیا. خوش آمده برادران. رستم جان، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمده برادر. سازی تنجی رستم جان، سلامتیت خوبه؟ کار براکات خوبه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای آخوند خوش آمدین. سلامت باشین. 3 نفر شدین، خوش آمدین. خوب هستین انشاءالله. شکرانای الله میشه. سلامت باشی شدیبک. کم نمایی. سوزاکی رستم جان، باور کنی امیر کار که میکنیم دیگه همون سحر تو بیگه را دیگه یکم درآمده نمیتونم، اینترنت هم کم میدارم دیگه. تو این همین چقدر را کار میکنیم اکا. بیا تا جهان را به بد نسپاریم، با کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. так بهترین سلامت باشی. نگاه با نگاه کن دوستان، گپ نیست انشاءالله. так рустам ҷон, метавонӣ ворди барнома шавӣ иншоалло, як суҳбати хуб кунем. як каме суҳбат мекардем, бисёр хуб мешавад. так хобалинг теҷе хуш омадӣ. ва алайкум салом дӯсти азиз, хуш омадед. 4 нафар шудем, хуш омадед дӯстои азиз. нафараи пайваст шудан мехоҳанд ин ҳами силкае ки казан теҷе мондагия, ин ҳами силкада ворид шавем бародаро. дар бари ману биён суҳбат мекунем иншоалло. дар рӯи ҷаҳоне мо надонем ҷаҳон чист. дар рӯи ҷаҳоне мо надонем ҷаҳон чист. фарзанди замонему надонем замон чист. то пир нагардем надонем ҷавонӣ. то барг нарезем надонем хазон чист. ношукри мо дар намаки умр зиёд аст. то ҷон набарорем надонем ки ҷон чист. ассалому алайкум раҳматуллоҳ. рустами бакриддин, хуш омадӣ бародари азиз.
وعلیکم السلام. شما بخیر و شادی باشد. شما دوست عزیز، البته ما به بخش مستقیم سببی آمدنم این است که خوب خواستیم در همین کانال اپی کزن با یک چند مخلصان نو که در اونجا هستم خواستیم کمی البته به سوال ها جواب داده باشیم. اکنون ما پیوست که شدیم از دوستان خواهش میکردیم سوال داشته باشم با کمال میل مرحمت نویسین ما در خدمت هستیم. برادرای عزیز нафаре ки ҳастанд Рустами Бакриддинам медонен мешиносен. суолҳо дар бораи зиндагӣ бошад, дар бораи таълиму тарбия бошад, марҳамат суол нависонед, иншоалло Рустамҷон ҷавоби суолҳотонро посух мегардонад. Рустамҷон, чӣ хел кору буракҳо хуб, зиндагиё хуб? بله وایسا همین کم کم همین کارو بار کمتر استراحتم خیلی گشتم راستی گپ خیلی کن ابیتی پخش مستقیم کرده بودیم در حروف نصف روزی راستی در موضوع البته تعلیم تربیه امروزه جوانان کمی حرف زدیم راستی گپ زیاده از 5-6 نفر شدن کمی صحبت کردیم شاید به بعضی نفران پسند آمد بعضی نفران شاید البته نفرت کردن شاید بعضی نفران باشن وقتی من رو گوش کردن گفتن این چی میگد و این چی میگد خوب بعضی نفر گپای بیجا هم نوشتن خیلی مخلص های نو و نو هم پیدا شدن و یک روز پیشتر در علمی خیل حالتی که خودم نشان نداده پخش مستقیم کردم یک چند نفر ما رو گفتن که در دیگر کانال ها یعنی وای کنکورس میکند خودشان نشان نمیتید برای همین در این یک کنکورسی بی پول بود است گوش کنید خلوات برای گفتن من گفتم انسان گفتم نه بلکه روحیش بلکه از صحبت‌هایش شناخته میشه وقتی که انسان سخن خوب بگوید الکی درک کنید که وای در کدام حالت به مردم سخن خوب میکند همین که Бале. حالت‌هاشو شده به خوب منم کنکورس کنم برآوردم خیر چی هم بگوید. Зинда бошӣ Рустамҷон. Рустамҷон, хеле ҳозира ҷавонҳоро ахтон медонем, ки чӣ гуна феълу рафтор доранд. Некем дар ҳамин гунае ки инамид ҳамин гӯем дар ҳамин вақтҳои охир беҳад ба эҳсосот дода мешаванд. Ҳар гуна мисол гапҳо ба эҳсосот дода мешаванду чизе гӯяшона ҳавайёре ҳамун корро мекунанд. Некем дар бораи ҳамин хел ҷавонҳо чӣ гуфтанӣ дӯсти азиз? تشکر زیاد راستی میگن حیا باید که دارد آدمیزاد که صد حیف بر وجود بی حیا بود میگن دخم که در آمده است به جان میبراید و بعضی نفران باور کن به سخن کردن در حالت ترس و هراس صحبت میکنن راستی بعضی جوانان که همچون راوی برای صحبت رفته بودیم برای یک چند دانشجویان الکی دیدم که آنها 4-5 نفر وقتی که مبلغ را جمع میکنن پدر به یک آرزومند میتد دانشجو گفته اونها جمع میکردند و به شبگردی و عیش و عشرت و مشروبات و یعنی چی عرق نوشی و پیوه نوشی و دیگر چیزها میرفتند و روز دیگر که به مبلغ میمانند گرسنه میمانند بعد از آن شناسنامه ها را داده از این مغازه و از مغازه یعنی خوراک طلب میکنند. عجیبش در این است که چرا امروز پدر و مادران نسبت فرزند بی‌اهمیت شدند. چرا امروز پول گفتن مال گفتن خانواده گفتن و فرزند را فراموش کردن چرا امروز فرزندان بی‌حیا شدند چرا امروز بعضی جوانان نه به قدر قیمت خود برسند نه به قدر دوست نه به قدر خواهر یا برادر یا دیگر سبب در چی است سبب در این که وقتی انسان کار افتاده میشه مثال یکی از آنها من خیلی نفر که وقتی که کار افتاده شدم الکی فهمیدم که میتوان که وقتی که انسان پول در پروشتان یکان چیز لازم می شود وقتی میپرسی درمان ها همون چیز هست اما خودشان را کنار میگیرن که من این چیزها را ندارم یا دیگر برای همین یک چیز دیگر هست که در جهان آدم به آدم دل سیاه از بحر پول کینه و خشم و عداوت داد از دست پول در جهان آدم به آدم دشمنی بر قصد جان کی بود برپا همین از بحر پول حقیقتا
زمانی شد که امروز تعلیم و تربیه به واسطه پول عوض شد. به واسطه پول چشم‌ها گشاده شدند. سرهایی که کل هستند یعنی موی ندارند به بالایش پولگذاری مویش سیاه شده است میگویند. یا که ابرو نداشته باشی وقتی برایت مبلغ رو برایت مالش میدی همه میگن که زیبا شده است، از همه انسانی خوبترین شده است یا دیگر و دیگر. این مقاله خلق بعضی نفران مایان شد که امروز به واسطه پول یکدیگر رو خریدند. دوستها رو دیدیم که یکدیگر رو فروختند. خب برادران رو دیدیم برادرها رو فروختند، خواهرها رو فروختند. بعضی نفران از سبب نقصانهای زندگی به مرد خیانت کردند و بسیار بدل شد. بله. و علیکم سلام برادران. رستم جان آوازتان نیست. تشکر. این بود یک مسئله که برای مخلصان کردیم. акай Содбон хуш омадед. бале овозатон гум шуд Рустамҷон. ҳамин сабаб ба дӯстат хубӣ куну бад магӯяш. ба дӯстат хубӣ куну бад магӯяш. ҳақиқатро бигӯ ту рӯбарӯяш. набошад пеши ту ҷӯёи ӯ бош. агар чӣ дӯсти бад бошад чӣ авбош. бикун рафтори хуб дар назди дӯстат. ҳақиқатро бигӯ бо мағзу пӯстат. расад рӯзе ки дӯст ислоҳ гардад. қаноти ту шавад дар охирин дард. так ба фикрам эфир часпед. ман фикрамро оиди савол гуфтам. бале бале, беҳтарин Рустамҷон. ранге ки бисёр хаста метобем. ягон кас шуморо ранҷонд акай Рустам? тамоман ихе хаста гап задем. ранги хиёле кардам ки хел гапзаниёт ҳами хеле ки гӯем аз зиндагӣ тамоман дилхунук ҳастем. ё аллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای شادیبек سوزی خوبی؟ так ва алайкум салом. хуш омадӣ акае ки расул созаки тенҷа ки бо мо гуфтӣ кӣ бошад бародар? الحمدلله میشه رسول. چه حال داری؟ акси бобои эшони Нуриддинҷонро мондем. حضرت. созаки коро хубай? саломатиё хубай? ҳама тарафа тенҷӣ? الحمدلله سوزن خوبیم خدا را شکر. شما سوزن همه طرفه. шукронаи аллоҳ мешавад. چی گپ پیجیده؟ نه درآمدم گفت بیا برو پرمای بدرون. ман дирӯз бисёр пазмони шумо будам, некем наомадем. ош кардам наомадем.
شوربا کردم نیومدین. اکی یلما کردیم تمام شد نیومدی. میشه یلما دینگینا رو میشه. تمام شد آخی. ای وای چه خوش. دوستی عزیز یک شعر همین روز ایجاد کردم نویساندم. همین میخونم دوستی عزیز خیلی کم ترک فکر عقیده خطه بعد گپ زن در برای همین میشه. تو چه شاید نمیکنه؟ شنیدی نخوندم. تاک میخونم شعر. بخون. با دوستت خوبی کنو بد مگویش. حقیقت را بگو تو روبرویش. نباشد پیش تو جویای او باش. اگر چی دوستی بد باشد چی اوباش. بیکن رفتاری خوب در نزد دوستت. حقیقت را بگو با مغز پوستت. رسد روزی که دوست اصلاح گردد. قناتی تو شود در آخرین در. این همی آخرش بود دوستی عزیز. بهترین. ای بمونان همین شعر یک تا دیگر هم هست تایکو که شد بک. من قریب شنیدگی ماننده. نیستم که قافیه را همه روز خودم کردم. بهترین. یعنی که جد دوست گفتگی نیست برای که از بی‌ادبان کنار بودن ادب است. از اهل ادب سخن شنیدن ادب است. با میگه از بی‌ادبان ترک ادب نیست ادب. یعنی که هم بی‌ادب را ترکش کنی ادب نیست. بر بی‌ادبان ادب نمودن ادب است. نه که همین شعرش مرا فکرم کمتر ماننده به همین. بله علاکه شما شرحی همی شعر فهموندین خیلیشه. خسرو فهمونده بشیر فهموندین شه. مقصد که با یک شعار دیگه است که بسیار با دوستت بسیار دوستی نکن تا فردا پشیمان نشوی وقتی که یکی مقصد گپتون میگریزه، یا که با دشمن بسیاری با دشمنی نکن که ایش هم پشیمانی دوره مقصد گفتی گپو که باید کنترل ده بگیری همه وقت. دوستی بسیار شم مقصد که توگری نمیگیره برای که فردا یک گپتون میگریزه با همون دوستی بسیار کردگی پشیمون میشه بعد، یا که با دشمنت بسیاری بعد دشمنی میکنی، گندگی میکنی، دشنامش میتیوای میکنی، فردا همون اصلاح میشه و میبینیش دیگه ایزا میکشی. که مقصد که من قگپای بیزه بش گفتم. بله خوبم خیلی هم فهمیدم شده. مقصد که بعد مکن که بعد افتی چاه مکن که خود افتی. بله کار و برکات خیلی اکا جان. الحمدلله گشتم جدا. حالی هم کافه؟ و ما هم پستین کافه داریم. یا گاه مالی خسته میشم چیز ده میگذارم بو دکراتین شکاتور میزنم بو کم کم بو عیش خسته شدم بو کافه میگذارم خیلی. بله امروز اگر خطا نکنم 10 تا شعر نویسوندگی میبینم 1 تاشا در ورق نویسوندم همین ناو خوندم خود داشت دیگر در تلفنم کوتاه هم ویوش. بهترین کارو میکنی. بعدی مثال کی گفتی گپو بعدی سر تمامی شعرو میمونه انشالله که ایرام یک گدای میخونه با یک بهره میگیره آدمای با عقل البته بی عقل و پروشه نداره. با شرطی که نشر کنی در یگان جو ثبت کنیشه است. ثبتش که اخی اخی همینه یک کانال دیگه باید که پیش شده بی در اینستاگرام در امی یوتیوب که بخاطری کانال دارم تیک تاک دارم در تیک تاک گاه میخونم همی شعرهای ایجاد کردگیم. خوبه همون توک ده خوبه مقصد که میست همونجا داده دیگه کانال دیگه اخی و دلیل نشوه دیگه اخی. من کوشش کنم میگم یک پرینتر گیرم همه پرینتر در مثال چاپشون کنم برارم خودم همه خیلی زور میشه با ازی پرینترهای زور برامدگی که شد بک مثال هم ورقهای سفیده که میگیریش مقصد که رنگی کتابش میکنی همون ورقها رو پرینترهای هم خیلی فسانی برامدگی که
زود وای میکنن چوب میکنند. یک خبری خوش رسانو خب پختسه وریسید قبولش میکنن. باشه پختسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکات. راستی با دیگه اکانت ما اومدم که شناخته. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. چیه؟ چی خیلی شدید تریشید با خدا. من اکو چیه با دیگه اکاونت اومدگی هم پختسه قطعی اومدگی. نیما باید با دیگه اکانت میدرمان جال بکم یا بینم. واه اکو اوجه شناختیم تا. راست بگوی بغدا پان خورده. نگاه کن با اکو با اکاونتی چیش میدره سکرت نیست پریکی. امیدوارم که همه کسا خوبه. صحیفه اخلاق خوبه برادر. الحمدلله. ماشاءالله خدا سازش. اکه شاید بک شما خوبه. شکرونه الله میشه. شکرونه الله. به نهایت خوشحال بزیم. در کانال اپای کزنیم با فکر ما. بله بله. ایشالله که اپامان خوبه. شکرونه الله خوبان. دیروز خوب رفته بود انتظار شما بودیم نیومدیم. باستی دیروز نمیدونم اگه نه در جواب دم او وقتی نمیام باور کمی کانال خودم در جیب درام کانال با خدا و با همه اکه رسول پرتافتگی اکه من با کانال شما که کار ندارم نکیم کانالی ما درونه. بعد گفتنه بیدم که همو انا تلقون کردی نکردی هوای پشه شاکورا. انا همین اولی چیز من هم گفتم نوار میکنم برای که خیلی ممکن نیست تلقانشون کردم. بله داره او مخدم در چی بدم که باورم تا هوی نکنی پرم بروان همون پشه اکو همو صاحبی خونه رو هم گفت که باید زهرناک هم گفت کش که سرشون نته می یا سنگه سنگه ملکون رو گیردم با تو که گیردم ملکون مایده یا خیلی تمیدونی 10 تشمه پره. من یک پیش سرخ گرفتم زمین در روی بیتون زدم شام خیل کراچی بودن یا نبودن نمیدونم همه تلخانی نستایش شدم. انشالله که در کانال رسول لطیف میریم بعد بیارشو میزنیم شو خطیعت میریم. بله همین میشده و یا قطعی گریفون میشده که نیکن وره قطعیدن هم میشه حتی روی میکاری کریکر هم میکردیم. بله من راستی در همون کامera دیدم شو تاردیم تاریخ سازک بدن چقدر رنگی بدن اونا من سکسل موندم که اپرش میگن کیرمه که در گوشت لیل خوب میگیره که همتاری بدن همه کیرم پیدا میشه. انا همو کیرمه نکنیم بو نمیکنه ای کیرمه گویم همه خیلی چی کردگی هم که گویم در همو خیلی پردومت میکنن بعد اینه دیگه در خلاده نگاه میکنن برای بایفاتی بعد کرستی که میکنن دو نمود میشه سرخ میشه و سفید. خلاصه همون نگیری میشه محیطفی همون کشتا که میگه محیطفی میبریش این خیل همون اگر با گرمی نگاه کنی پاشه میشه و میپره میره اگر داخلی که نگاه کنی همون خیل موها میسته و خیلی کیلی بودگیش میسته. خیلی کانال من نیورنید چنو اکه روسان بکریدین گام زده سبت برو مدک با فکرم رستم جان اینترنت توجیکستان ضعیف های یک سوال زدم سر که اکرش گفت که بعدا خورید شد. خوبه انشالله نگی وقتای آخر چطور افیر هم نکرده است امروز چطور بفهمونیم خسته هم کلی گفت زدی با فکرم کلی میگی که از زندگی تماما دلخنو کرد. با کسی با فکرم در کدام مجلس رشتگی بود که با رنجان دانشم تری یکم چیزی نطوره پیش اخلاقش چرا انشالله که خوبه باید به اخلاق ها میگن نرنجین یا همون خانه فهمم میگه میرنجین
راستی این شیف آدم یه قبل میگم من کار نمیگرفته بوشه. بیا یا تشکر گوش پوشی هست نمیدونم در سنترال میرین که یا تشکر گوش پوشی انشالله اونجا برام کار دارم. مگر که پاشو که کی را برند اونجا سودا تلقان. اینو خیلی چیزا رو نه. اون صاحب گوش پوش میزنه سرت میکنه دیگه. نه سودا دمیمونه نه چیزی. ای هاز کسب گوشت فروشی باز کردم کو. چی با؟ هاز در دیگه کسب گذاشته استم. ای بهترین اگه در پادچرونی گذاشته استم. شما قصاب بده نه؟ راستی ما قصاب شدنیم دیم که نشید. خچم هر خیودا قصاب شده نبتونم. بله ما خواستیم که همی امسال گوه قشلاقا بخریم بریم با قصابا را بتیم و تکار نیم که نشید اگر جای قیم به دست با اکو بای گو قصاب میخری اکشلوکو برده در قصابو میته این جلوی میتوان. نه نگه کنه که گوشت ما گوه میریم میخریم قشلاق میکشیمش بریم دیجا بعد ایتا میفروشیم بزنه تری نیت ها خیلی باشه بهترین اکو من گمان کنم که گو تسلی گویم زنده میخریم میگوری هم خیلی زنده با میفروشی یه نفر دیگه دا. انا بعد اکای شد بگم میش مو در اون قریبیتون بازار داریم بازار کراسنودار دا؟ هم بازار هم بازاری که میشه آب بزنیم چه دست دا بازار بکرد چی دا من جوی حوض جوی قرار دارم هست بازار بله بعد بازار دا ترسویک داریم ترسویک معنیش چیه؟ این سوال نه شما توچکا داریم ما توچکا داریم نه که شیف توچکا داره یک از اول ما پردویسه یک از دکاس اینجا کلینت هم برد اوجا میشه اینجا میورد اینجا میشه در روی همون بار مثال 1000 سوم باشه 3-4 هزار میفروشیم تری چیزا خیلی در بازار بودگی هستم لیکن فقط در مثال چه فهمونم سترای تلی مگزینه دا ریمی دا سترای تلی دا دیگه شما چه همه بیزنس که فهموندی هم مثلا هسته اکر رسول جان شما چی؟ ما داریم مالو باید چی داریم دیگه رسوی که؟ خدا جان دیش یکی بابا نه پروست هم همتری شما هم داره در جای ما هست شما هم داره هسته و همه جوده هسته تمام می بزرگ و خجه هسته و یعنی که کلیم یوران برو تمی فروشن و چی میکنن حقیق چونه میگیرن هم کلیان بله هست همه بزرگ درست نکردیم در بزرگ سودا میکردیم پیشنهاد تمام بزرگ مسئول همه شما میدونم بسیار هم بله دوستای عزیز سوال دارم اکای حسنجان سوال دارم و شما این سوالا دیروز شدگی بدن جواب ها شما گوییم قناعتمند بین قانع کننده جواب یگان کسی نبوده شما اجازت هست بودتون بله انشالله اکر رسول جان اینجا کسی حلش میکنیم نفر وارد شد گفته که صاحب کاره مثال زکات مالش نیست پر آخر صدقات میکنه همش میکنه لیکن نماز نمیخونه انا برادر عزیز یک چیزی که الو گوش کردین صدا رفته بله در قرآن یک چیز است که در جایی که بعض عبادت های تشنیه تفهم که بعض عبادت های هستن که مشترکن ایش به ایش شریکن الله جل وعلا در جایی میگه اقیموا الصلاة و آتوا الزکات شما نماز برپا بدارید و زکات خویش رو پرداخت بکنید فهمیدی یعنی در برابر اینکه نماز میخونیم باید زکات بتی اگر صاحب زکات باشی و اون مسلمانی که زکات میتیه فرض زکات ایکلش ساقط میکنه و اینی که نماز نمیخونه کو برای این نماز نخوندنش اتویچت میکنه
فهمیده؟ این تا حساب نیست که مثلا تو زکات بدی و نماز نخونی زکات دادگی حساب نیست. نه، زکاتش حساب ای این فرض ایکالش ساقط کرد، اما فرض نماز خواندنش چی باقی مونده است. باید این نمازش هم بخونه. زاتوش تو این نمازش نخونده است انا اتفیچت میکنه. بسیار آیه های هستند الله جل و علا میگه که اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، شما نماز برپا بدارید از جمله مشرکان نباشید. انا با حدیث العهد الذی بینی و بینکم الصلاة، پیامبر گفت که در گواری که میجدمونای ایوام من زکلوچت کردم ای امتی من این نمازه که اگر شما نماز بخونید پس بدونه که امتی من هستید. حدیث اگر دیگه پهلوش نگاه بکنیم زنده کسی نماز میخونه و یا مسلمان کامل گفته نمیشه. و انشاءالله که مختصرا جواب تو دادیم. بله بله، بهترین درست. اکای رسول شما رو شنیدین؟ بله ایلوگی داشته باشید از جان گپ زنید. نه هم 100% وقت آیت قرآن و حدیث آوردی دیگه یگان لوگی نداره. سوالش این که در نفرایی که تاکسی رانی میکنن خیلی مثال ماشین دارن رانندگی میکنن در راه وقتی که راه در رفتستین یا که یگان جدا ماشینشون مند میکنن نمازشون میگذارن نکیم در اصل قبله کدام طرف است نمیدونن. اونا مثال هر طرف مثال خیلی میکنن نمیدونن که قبله کدام طرف است چگونه باید نمازشون را گذارن چی خیال کنن. در درون ماشین مثال رفته سیان دیگه کنار رفته سیان چگونه نمازشون را گذارن. انا برادر عزیز یک چیزی که در نمازهای فرض قیام خودش فرضه، قیام یعنی راست ایستادن، و نمازهای واجبه سنت نوافل نفله یعنی مستحبه. اینه که نماز فرض باشه باید ماشیش معم بکنه و بفرویه خلاصت از زمین میخونش. این مسئله اینه که قبله را نمیدونه کدام سنه. بله قبله در اینجا اصلا حوض یک پروگرام ها برمدگی که قبله نشون تیان اگر ایرم نباشه در دستش یک چیز در اسلام تحرام میگن، یعنی انا بدیل قصد کردن. در نماز میستی و قصد میکنی که همی سرت بگه که مثال سنی دستی چپای قبله را هموس اختیار میکنی و نماز هم میخونه. ایره تحرام میگن در اسلام. اگر مثال همی دیلت که قصد کردی و مثال سنی دستی چپ در فرض کردیم خونده یک درکتی نماز نپریمیر با در درونی همه نماز اگر با دیلت گفت که نه قبله سنی دستی راست ایکو با سرا زده همه درونی نماز با تو میتونی که رو تا سنی دستی راست بگردونی و نماز بخونی. فهمیدی؟ لوبای طرف تحرام میکنی قصد دل میکنی و نماز میخونی. اگر با یگان کس بیا و بپرسی با خوب. بله من همه دیر سوال دادم همین گونه مثال جواب سوال شما دادم که شما مثلا هم پروگرام های ترانسپورت رفتگی کامپاس مثال پس کلیکت کنید تلفنتون و شما رو نشان میده هم وقتی نماز نشانتون میشه در کدام شهر هم قبله را مثال خوب با تازگی نشانتون میده. بله راستی یک پروگرام دارم هم وقتای نماز نشون میده هم قبله را. فقط شبهه باید نباشه وقتی که دل کدام سنه که کشی در این مورد شبهه نداشته باشی همون طرف خونی انشاءالله چهار طرف قبله. بله همون دلت کدام طرفه که انا گفت که همین طرف استوپ رزین همین سنه دلت که گواهی داد انشاءالله که همون قبله میشه. اما اگر نماز خوندی تمام کردی میشه تحرک کرده که برفتیم در بحث زوشی نماز خوندی تمام کردی که یک کس اومد گفت ای برادر انا قبله این سند است قبله سنی پشتت به تیس خوندی این حالا در نماز درسته میتونیش که ایسر نخونیش. نه که اگر وقت داشته باشی این مثال به حضور باشی با بفورد ایسر با میخونی نماز تا. فهمیدی برادر عزیز؟ مثال نماز چون که تحرا همون با دلت قصد کردن این چند فرضه در حالت انا گم بدن قبله ندونی قبله کردن در حالت فرضه که تحرا کنی یعنی تو فرض بجا آوردی انشالله که درسته. اگر مثال وقت داشته باشی این مقیم خوب باشی اگر ایسر بخونیش با خوبی خوب نه خونیش هم انشالله که نماز استاپ رسین درسته. بله
باز سوالای هسته حالی میگه که یگان جدا ننویسم ماسه با ما بینویسته گه سوالا را همش در کلام های دیروزانگی سوالا دیروز با سوال شد که وقتی که دعا دست با دعا میبرداری دعا میتهی برو کشیدن درباره همین هسته که درست و نادرست بدنش دعا میتهی فهمیدم انا یک چیزایی که مثال اگر همین طلبندگی شما رفته است باشه طلبنده رو تشنیدگی باشه دستی تفوج میکنه با پیش در میگه که یک سومون بتی فهمیدی بعد انا دیلیت مثال در رحم میدرای بعد یک روبله میتیش بنابر همین ما و شما هممون طلبنده های الله جل و علا هستیم وقتی که تو دستی ادب هم تا میبرداری میگوی ای الله برکت به من عطا کو همون زمینه که تو شیشتگی کو تا دستات درست میکنی کو آجب من یک سکون چی مرگی کوی میکنه بین اینا نگه برداره دست اینا تا میکنی کو همین تا میکنی زمین گیری هم میکنه که با ای الله همین بو دست شاید تا خوی بکنه که هم برکت که تو در روی همین دستا میرید کو در زمین بریزن فهمده برای هم وقتی که دعا میکنی که دست خوی بکنی که باید برکت الله در زمین هم بریزه وقتی که برکت الله ریخت در رود که شکلش کو اجازه برکت الله های هم با این دست هم تقدر در رو شگرم این سنت ای پیامبر ثابت ای صحابه ثابت ای تابعین و تبع تابعین و خلفای راشدین و هم تا حاج ان شاء الله که این سنت انا بگیم ثابت ان شاء الله یگان چی نداره ردی نداره در اصل دستا سیاه بوده میگم دستا سیاه بوده رنگ این صورت نه ای بولو نمیدی روشنی زده سیز در تیم نتا دیدیم برادر عزیز اگر انشالله که گوش فروش کشیدیم بعد میبینیم بهترین اینجا در مثال جواب سوال اینه که درست کردن بله داشت ثواب اگر با دوست اگر انت با دوست دراز نکنی و دعا نکنی کو با خداوند حقیقی قهر میکنه که بنده ما قم تکبر دسته دست بسنی من دراز نمیکنه مثال اگر از دره یا طلبنده دستاش در جیبه کش باشه این طریق بگه یا سمومتی چه قهرت میکنه انا موت الله جل و علا هم قهر میکنه که بنده من همچون متکبرانه به درگاه همین دعا داره ایران خوب نیست باید چقدر با تواضع و خودسری دعا کرده شود بله انشالله که اکی رسول یگون چی دباوید کنی باشه مرحمت دباوید کنه انشالله 100% گپو یگان چی دباوید نمیکنه همون دباوید همه همی قایکی دستات سیاه بوده خلاص دیگه بایاش همش درسته پیامبر صلی الله علیه و آله که نه اگه سیاه نیست راستی سفید پوست ما بگه ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم الله جل و علا با رسم شما نگاه نمیکنه با صورت شما و با جسم و جوسه شما نگاه نمیکنه بلکه نگاه میکنه که قلبهای شما در چی هسته انا بنابر همین اگر به ظاهر روشن باشیم شاید در درون سیاه باشیم بنابر همین الله جل و علا دعا کنیم که همونو سفید کنه دوامی سوالتی دوامی سوال اکایی که رسول همی شعر میخوام که با همی اکایی که یک شهر همتیه بهتری میشه و کبو چه خانه میشه برای که این کم این شعر رو نظم بینه خیلی همین روز قافیهش کردیم دوستی عزیز انشاءالله میخونیم برای دوستی های شرحش دیم بعد خب مالی گوش دارم اکی رسول که شرحش اکی رسول جان که شرحش داده باشه انشاءالله که دیگه چی نیست اکی رسول جان شرح دادن فقط به شعر شرحش دادن لیکن قبول های بسیار خوب گفتن به هر حال با شما دام خانیم با شرحش مثال شاید دیگردین کرده کردیم شاید چیزی اکی رسول همون گاب زنه بخوانش کن انشاءالله
با دوستت خوبی کنو بد مگویش، حقیقت را بگو تو روبرویش. نباشد پیش تو جویای او باش، اگرچه دوستی بد باشد چی اوباش. بکن رفتار خوب در نزد دوستت، حقیقت را بگو با مغز و پوستت. رسد روزی که دوست اصلاح گردد، قناتی تو شود در آخرین درد. اگه حافظ منمو برادرم میخواند. انا انشالله که انا این شعر نویسگیتان خودش واضحه برادر عزیزه. تمام همه را در همه یک حدیث میتونیم که شرحش بتیم که پیامبر صلی الله علیه و میگه که و کونوا عباد الله اخوانا، و ای امتی من شما همتون سرجم برادران باشید در راه الله. فهمیدی؟ و کونوا عباد الله اخوانا، همه ای بندای الله برادر باشید. بله دوست همون دوستی است که سیر دلشه و تمام همین چیشه با یکدیگر چی بداره. انا بعضی ها هستن دوستایی که انا دای برمشتگه خدا جمعگیرش بکنه ابله نگفته کن. آخه وقت که ما کار تمام شد بعد گفتیم خیلی جنگ من ترام مزد نیست. خیلی بگم زیسته اول دای جا که دقتی دوستان شگم. بله برادر عزیز یه برگر کنم یکی میسرش هم میخوانده انشاءالله به شرحش رو میکنیم. با دوستت خوبی کنو بد مگویش. بله برادر عزیز میگه همین دوست که وقتی که دوست که بداری و مثل همون صحابه های پیامبر صلی الله علیه و دوست بدار که همین حتی وقتی که به مدینه اومدن کو ای خوبیش و دیگه نتون چی خوبیه کنیم که بعضی صحابه گفتن که ای برادر عزیز این همه 2 زن دارم یا 3 زن دارم یا زن طلاق میدم عیدش بگذره تو بگیرش. فهمیدی تا چی درجه را انا دوستی حقیقی بدن و همون وقتی که همین مال و ملک رو تقسیم کردن که بین همون بگیم مهاجرین انصار هوایو بدگویشو نکردن که مثال ما شما را دادیم که شما اینه قشیده یا امروز بگیریم باید وقتی که بابا برادرت خوبی میکنی که تو باید نگویش که بگه که ایره همون وقت ما دکومنتش کردیم که ای حوز در جای تکرشتیس هست یا اون پلیمان بود که دادمش بیلیتش گرفتم راستی آمده جا خچه گذاشت از قطع مقاب نمیزنه. اگر تو را از برای الله هم خوبی را کرده باشیش کو پگه در عوض همون خوبید اگر بدید کرد چه نباید اگونجا سری او را فوش بکنی که من بطره چی خوبی کردم. تیره بدون که الله جل و علا دتا چی چیزی را دید که همو بندش پیشی تو روی کرد چی خوبی دید. تیره بدون که ازنه چی در درگاه الله در یک کتاب نویسگی شدگی که همین آدم فلان بنده ایم در فلان روز چی کمک کرده از برای من کمکش کرده مینتش نکرد. همیده یکم میسش همین تبا دوامش. یکم مصرعش خیلی با دوستت خوبی کنو بد مگویش. دیو مصرعش حقیقت را بگو تو روبرویش. انا که حقیقت را بگو تو روبرویش وقتی که تی برادری مسلمان تا که از برای الله خودش جوره شدی که یکون کسیکاش یا مینوساش دیدی تو در این حاله دیگه فکر او برادری تا نکن که یکم بگومش خفا میشه. تو در حال همون مینوسی او را بگو که وای پیلوسش بکنه بعد در این حالت بدون که در حقیقت برادری همه بدرسه که مینوس های همه را نمیخواستد دای. یعنی برادر عزیز سیم مصرعش نباشد پیش تو جویای او باش. انا وقتی که دوست حقیقی که باشی کو برادر عزیز ولی شعر بود ایادم رفته انا وقتی میگه هم برادر حقیقی و جانت که نباشه کو تو را انا در پیش باش که ای در چی حالت باشه. یعنی همه وقت از حال وای برادرت خبر باش که انا در وقتی که در پرتم نباشه مثلا ای حال وای به خبر باش. یعنی بکو باش که یگان بلوده نزده باشه اون برادری تا.
ана ки сеюм мисраш ҳамин буд. Мисол агар чи дӯсти то ест набошад пеши ту ҷӯёи ӯ бош, агар чи дӯсти бад бошад чи авбош. ин ҳардуша метавони қофияша як бора мисол шарте. ҳами як гапе ки мега ана я ҳадиси пайғамбар ҳаме ки ту дар роҳи Аллоҳ як каса дӯст будор ва дар роҳи Аллоҳ як каса бад бубӣ. ӯ мусалмоне ки ана ӯ бародарера ту мусалмоне ту бародар бӣ ки дар роҳи Аллоҳ боша, яъне зинокору арақхӯру намедонам ана фоҳишагару намедонам чи чи балозада набоша. фаҳмиди? вақте тай набоша тира бародар бигирӣ, значит аз барои Аллоҳ мешава ва бо мешава ки як ҳамдари ана фосиқи бадбахти гумроҳа ту аз барои Аллоҳ бародар бигирӣ, ӯра дар роҳи рост ҳидоят бикунӣ. фаҳмиди бародар азиз? агар дӯстат мисол ай аввал ана хуб буд, диди ки дар охир бад шид, ҳолиам дӯстӣ бикун, қадриш даъват ба сӯи кори хайраш бикун. агар ай аввал бад буд, дӯсташ гирифтӣ, пас коре бикун ки ӯра дар роҳи рост бибарӣ. тамом шуд чи? Не, бикун рафтори хуб дар назди дӯстат, ҳақиқатро бигӯ бо мағзи пӯстат. бародар азиз, вақте ки мега дӯст бошӣ ку ана дӯсти ҳақиқӣ агар бошӣ, ана ҳамаи корҳои хайру хубӣ тае ку чизе ки ту барои худат медунӣ ҳамун хубира, ҳамура ту барои ҳамун бародарат бидун. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ла юъмину аҳадукум ҳатта такуну аҳаббу ли ахиҳи ма юҳиббу ли нафсиҳи. шумо эй уммати ман мусалмони комил намешавед то он замоне ки барои худат чизера хубира мехоҳӣ, ана барои як бародари дигар нахоҳӣ. агар ай бародари азиз, мисол ту барои худат мехоҳӣ мисол як мошинеро ки савориш бикунӣ ва барои бародарат нахоҳӣ ин кора ку, тира бидон ки ту мусалмони комил нестӣ, ту бахил ҳастӣ. бинобар ҳамин ин шоир дар ҳамин мисраш ҳамита мегӯяд. ан охирун ҷумлааш чӣ буд? охирон ҷумлаш расад рӯзе ки дӯст ислоҳ гардад, қаноти ту шавад дар охирин дар. ана бародар азиз, дар ин ҷае ки пеш аятага гуфта бигӯ ҳақиқатро аз мағзу пӯсташ, яъне ки ҳамин ҳақиқат агарчанд қулил ҳаққа ин кана мурран, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ҳамин ҳаққа бигӯ дар болои ҷуръат ки агарчанде талх бошад. мисол ту дидиш як кас як шай ку метавонӣ ки ҳамин гапа ман бигӯм вай дар бад мерасад, не ки ҳамин гапа бигӯ. ҳамин гапа бигӯ ки то ин ки дар роҳи рост ана барава. ва ӯ охирун мисраш ки гуфте ки дар охири вақт бад дастгират мешавад, бале ана вақте ки ду бародар аз барои Аллоҳ дӯстӣ мекунанд, фардои қиёмат ин дӯстие ки аз барои Аллоҳ карданд, ин сабаби ворид шудани ҷаннатшон мешавад иншоаллоҳ. мисолияташ агар гуноҳҳош вазмин бошанд, ана дӯсте ки як дӯсте гаш ки агар савобош зиёд бошанд ба ҷаннат барава, Аллоҳ ҷалла ва ало ба сабаби ине ки ё аз барои сеюм шахс дӯстӣ кардан, яъне аз барои Аллоҳ дӯстӣ кардан ку, ба хотири ҳамин кошу Аллоҳ шафоатш мекунад ва иншоаллоҳ ки ҷаннат меояд. бале, ман ҳамин қофияи ҳамин ҳамин ҷавоб доди ки кинои ҳазрати Юсуфро агар тамошо карда бошед, пешгори Путифор вақте ки имон мегирад ба паёмбар будани паёмбари Юсуф, ба хиёл даст риша ки аввал сари сиёҳ дорад, баъд пир мешавад, пири мешава мегзарад ку имон мегирад. ҳалои омуна меге? Не, вақте ки Юсуфа мефурӯшанд мебиёра, баъд ҳамин пешгори гӯем пешгоруш хоб гӯш кардем. фаҳмидам ҳамон мардаке ки ай чоҳ мекашад мефурӯшад ҳамро меге? не гӯш кун, вақте ки қасри Путифор мебиёранша, пешгори Путифор ҳамо консолош як таксия, як мӯйсардрозай, мӯйсари сиёҳи мега ин дурдонара касе фурӯхта, мега ин кадом девона фурӯхта, мега ҳар чанд пардохт вай вазири ҳаму ки яъне советники Путифор. бале ҳамун нафар. ман қофияра ай ҳамин гӯем ай ҳамун фикри ҳамун киноро кардам. охирин қофияша ҳамина чӣ кардам ки расад рӯзе ки
дуст ислоҳ гардад, қаноти ту шавад дар охирин дар. ҳамин қофияра ҳамаҷо гирифтагӣ. бале диде ки охирон дарди ҳаму кас шахси бемор ҳазрати юсуф даво кард ки яъне эмонаш дода иншоалло ки вориди ҷаннат мешавад. бале зинда бошӣ. ина акай расул дидӣ бо чӣ хеле ҷавобша гирифтем. беҳтарин бешо. барои ҳамин ҳар як кас фикри худша мега, бо ҷавобои хуб ози бо як нафари дигара пурсем, бо шояд дига хел бо қофияш кунам. ҳар хел метавонанд мисол шартиан фикри ақидашона ҳар хел гӯянд. некем хай нами рости гам ами фикраман ай ҳар мисол феъл рафтори ами бисёр кино тамошо мекунам. рости гам ами ҳақиқата гуфтан хуб ай. бисёр ами филмои ами чӣ тамошо мекунам, индиски тамошо мекунам. некем тарбиявиш бисёр ай, филмои тарбиявиш. ами як филма бисёр нағз мебинам, названи любовь и предательство. ҳамо киноро як тамошо кунем. аҷоиб айда. бисёри ами любовь без слов мегӯяд. кино любовь без слов мегӯй. не любовь без слов не, любовь и предательство. ами ютуб да мезани, амитах бачаам бозӣ мекунад. хулоса мебинӣ. номи кино карочи китоб мебуроро охирда садовник. номи кино вообще чи ай? Любовь и предательство. хулоса дар ҷиҳати зиндагӣ мебинӣ ки фарзандо дар падараш чӣ мисол вақте ки кору фаъолият мекунад, пул даромад дора, фарзандош дар баршанд. вақте ки пенса мебуроя, ай кор мебуроя, мега ки ман пенса мебуром, фарзандош дига дар ҳаяҷон мезананд ки ана ки хай магарам падару модара мегиранд, ду тақсим мекунанд. ихел чӣ намекунанд, якҷор нигоҳшон намекунанду якташа як бачаш мегира мебара нигоҳшон мекунад, якташа як бачаш мебара нигоҳ мекунад. шумо ӯ киноро бинен, ради интерес як тамошош кунен, баъд мефаҳмед. апай Гулрӯ хуш омаден. апай Гулрӯ Кенҷаева. акае ки гӯш кардасима ки акай Ҳасанҷон? бале бародар аз гӯш дорам. рости кино гуфта, як кинои индис ки агар тамошош карда бошен, амитах бачам қати 4 фарзанд шайку дар охири умраш мепартоянаш фарзандора, падар модара да кас мебаран, ба оча мебаран нигоҳ мекунанд ку. ҳамин киноае ку. баъд ҳамун сағирае ки мегира айлави ариқ, айлави дарё меоваш калон шекна ҳава бигем падариш меохи нигоҳ видиш шекна. ва я 2-3 бор тамошош кардагиам. ман 2-3 бор не, ман пасиам як ҳафта пеш ҳамин киноро тамошо мекунам. деҳад хедадин кора мекунад, бовар кунед. бале баъд ҳамун гулака ки нишон мета айлаи баҳр гуфта кишак, баъд ҳамун ана шеър да ёд мезана ки кӯдаке мерав дар баҳри кабур, кӯдаке мегашт худ дар хиёбон лаби баҳри кабур. ҳамин наёфтам. Аймирзо Турсунзода ба фикрмад. бале ҳамин хела ёки бобоҷон ғафурова ёки авая. шояд рости ҳамин мо ноқисулақл ба дастем. ин мо дар ҷа аллома лоҳурӣ дорем, ана мисол Садриддин Айнӣ дорем, ин ҳамин классикҳо бигем. да мо ба худо мо қиёлмо ки ҳеҷ кана дорем. ин ҳамин сари мо пӯз баз гуфти ҳамун шоир, андаруни чӯб гӯяд кирми чӯб, дар куҷо бошад чунон ҳавлои хуб. бале хоб буда дастем, гӯшҳои бузарго дошта дастем мо. биёед ба бекорию нодонӣ намонем, ба олам бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. Садриддин Айнӣ навишандагиам. ина аллома иқболи лоҳуриро иқа шеърои ҷузур доштааст. ба ҳол иншоалло ягон рӯз шеъроша нависагим, ягон рӯз шарҳшон метинем иншоалло. ҳамин якта логика ҳамин камра бо кардан гири танг мекунад.
بله چنگش برومدن میگیره کاری که میره بود کنی چنگش برومدن میگیره یکم همین خیلی وقتی که یک کفتکو میکنی بعد همین مثال یک جنایت میشنوه کفتکو میکنن کفتکوی جنایتی حقیقت رو میکنن نبودن همین خیلی این روسی این علامه اقبال لاهوری را خوندن در کتاب شرق شناسی بزرگ همشون همین بزرگا همشون مثال فکر عقیده خوبشون نویسندگی بسیار چیزوله منم خیلی همه وقتای اخیر در آمده مثال در جهت شعرها و غزلا کوشش کردم که یگان غزلای خوب ازیاد کنم بعدا در همه برنامه مثال پیشکش شما گردانم خانم کوشش میکنم نه که همه قدر چی میکنم ازیاد میکنم بگاه میشوه همین وقت میشوه وقتی که افیر در وارد میشه صحبت رفته سای همین خواندنی میشم یگان صحیف چیشه حرفش گم میکنم همین حالی یه دو روز تکرار کنم تیاری خوب بینم برای که غزل به حد روزه 15 مصرع بسیار غزل خوبه از سعدی شیرازیه همین میخوام که حالی خونم میتونن که در یک ورق بنویسینش شما از روی ورق خوندنده در روی ورق بنویسین که وقتی گپ زده انشالله که گمش نکنید شما حالی میدونین که این همی روی ورق گاه میخونم در کامنتاری ها مینویسونن که تو چو روی ورق میخونی گپ شنو میگن گپ میزنم بر نمیگوش که ناکرده گناه در این جهان کیست بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو پس من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میانی من و تو در چیست بگو همین اکای رستم جان در پایان خوش آمد برادر عزیز در آمدنی نیست با فکرم نه وارد شدن اینترنت ضعیف و شاید چی تو دا با بزب کار کنه نمیدونم که وارد نمیشون نمیدونم باز سوال بود اکای کی جون اکای رسول اکای حسن جان سوال بود میتونن جواب دین بله گپ زنم تشد بی این سوال خدمه سوال دیروزانگی نیست سوال خدمه فقط جوابش مثال اشمو احترامونا خواهش میکنم جوابش تین بعد خوب فهمونین که همین کنی خوبه یا که نکنی خوبه یا که حتما کردن لازمه میکنه وقتی که نماز میخونی مثال 2 رکعت میخونی نماز مثال 2 رکعت سنت یا که فرض 2 رکعت فرض نمازی بون داده در همه تمام نمازها میخونی وقتی که اتحیات خوندن در مثال السلام علیکم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول الله میگی کو بعد چلیک تا میبرداری کو اشهد ان لا اله الا الله چلیک بالا میبرداری کو دزدانو موندگی مثال چلیک بالا میبرداری همین میگن که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم همین کردنش خوبه یا که نکردنش کدامش مثال چی سوید میتین شما اکی این سوال ده همه که انس اگر جواب تا خوبتر میشه برای که حدیث را خوبتر میدونه و مقصد که ما فهمیدگیم که اگر جای فتنه شوه نکنیش خوبه جایی که فتنه نباشه خیلی کنیش با نازکی دارده همون کارم نازکی داره مرحمت که انس جان بگو خوبتر میشه با ما همین دانه کدو خوردیم چی خوردیم انا برادر عزیز تخمینا 33 یا 35 حدیث همه حاجی میرزا میگه که آمادگی برای کردنشه انا همون جا نازکی گفتی همه که رسول جان که نازکی داره بله همه خودم شخصا خودم اکثریت وقت نمیکنمش همه سنت نمیکنم اکثریت وقت بعضی وقتا عیاد میره بعضی وقتا فراموش اینم بعضی وقتا نمیکنمش اینطوری ده وقتی که اشهد ان لا میگه الا اله گفتی همین چیزی که باید بود از می باشه جای نازکی داره ده مثال جایش که نتونی با ترک سند میکنی لیشن دیویژن هم میشوه برای دگان پیش امام مسجد بری و نشان داده که دگیجو چه چیزی که باید وجود بکنی بعضی که تشلیک تو میتونی یا بوزش میدونن یا ممکن نیست
در مذهب حنفی هم در چیزی که اشهد ان لا اله میگو میبردارش الا الله گفتنده باید دزمینش بمونی. خلاصه در پیش یگان امام مسجد میره و نشانتون میده که در کجا چه باید برداشت. مثلا اگر همون کلمه را پیش ای کلمه بردارش ممکن نیست یا بعد ای کلمه بردارش ممکن نیست یا خوندش هم تا بیستی و اشاره تو که اهل الحدیث میگه در اون خلاصه کدونه که میگه مکروه ای انا اشاره سبابه کردن مثل اهل حدیث که یعنی بازیش میدارن چلی که تو دسته یا را در مذهب خودمون مکروه میدونن. خلاصه در پیش یگان امام مسجد میره بعد نشونت میده که جو چی کردن. بهترین نازکی داره. من این مثال شنیده بودم این نفره که نازکی داره و نکیم همین نه همه فهموندگی هن که همین خیلی شما فهموندین اشهد ان لا اله یعنی خداوند یکتا بودنش خداوند یکتا میگیم چلیک نامی برداریم ها. بله می برداریم و با گویم سریویت باید کوین کنیم چلیکا. بله بهترین. خوش آمده دوستای عزیز. رحمت کلان اکای حسن جان، اکای رسول جان. اکای رسول شما نام کانال علیش کردین یا که چه فهمیم اینا یا که نام همین برنامه دام خیلوندگیم؟ اما نویروی کین کو ایشان نوردینجونیم با هم خودپیر هم برنامه دام خیلوندیم. نویروی ایشان جان باشی تو دشتی مزوری پیچفی؟ ترک اصلا. بابا ایشان جان سلوچه نبره چینگیز واقعی امیر تیمور نشتی؟ ایشان نوردین جان ای طرفی رومیت زادگاه و همه طرفای ای پیچف دشتی مزوری ای باشتیم همه طرف کردن ایشان نوردینجون اصلا ترکن هم توش چونه بگیری کو ترکن. هیچ خیلی ترکن ای خدا بترس باید ایشان ترک نبودن عرب هم بگو. بچه نه باید در اصل توششون ترکن فهمیدی؟ باید رو ما خوبتر میشن. باید ایشان های ترکن. مقصد که پشتی ای دورای پیش اومده گینده تاجیکستان در زندگی میکنن یعنی میدونن همه زبانو رو پشتی میدونن. راستی یک آدم شنیدم که ایشان رو به نهایت کتاب میخونده است. بعد ای عصر یا کدام یا بعد ای خفتن یا بعد ایشان خفتن مخصوص در کتابخانه میدونم از کتاب میخونده است. آخی بچه همون قوالیم دارن گفتی گپو در تاجیکستان از ایراج در. بله به نهایت آدم بزرگ خدا نمی‌داشت. حضرت ایشان یا برده خوام دیدگی بودم خدا نمی‌داشت. بسیار میتونی دوره. ای پیش دیدگیش نیستیم؟ نه ای پیش چند بود بگیشیم ای پیش دیدگیش نیستیم بکی در خوام دام خوام دیدم مرد دام خوام دام تری با حیبت گبلد نکی گفتم چی راحت کی. بسیار سخنهای خوب داره هم میخندونه مردم هم به خودی میفهمونه سوالهای عجایبش میکنن بعد خیلی سوالش بدیم که خیلی بابا جان در علف دروی امون یا که خیلی ما را یافتیم دیدیم که ما را چیکارش کنیم میگه گی دادرین بغل دانداز همش ولی میگه بابا جان در مورد اسپان سواری کن ممکنه. بسیار سوالای خوب میتیانشن که او میگه بابا جان ای پشتی پدرم نیت میکنم نامی پدرم بگم دادرون نماز. شادی میگه چه خیلی دارایم دوستان بکروبین واری شدن میخواد دوستای عزیز من از سیلکه را ماندم دوستی عزیز الله برکتون تیا. من اگر خطا نکنم 4 مراتب یا که 5 مراتب ایشان زیارت کردگیم. به نهایت اگر خوبه بعد یک گوبورم کامنتاری مردم بخوام که بعد قهرشان کنم می نویسن نه که حاجی میرزا را یک بار زیارت کردم در اینجا. بهترین حاجی میرزا هم بسیار انسان خوبه.
علیکم السلام، خوش آمدی اکبر رستم جان. سلامت باشین دوستان عزیز، شماتون خوش باشد. به هر یک یک شما بخیر شد. امیدوارم که خوب هستی دکا. سلامت باشید، خوب هستید؟ راستی افیرات کم شده سنه شما. خب همین روز در خوراک نسروزی پخش مستقیم کرده بودیم. رسول لطیف قرار داشت راستی گپ در موضوع تربیت جوانان امروز کمی صحبت کرده بودیم. این نهایت خوب است. راستی نصف روزی که شما کرده باشه، ما نصف روزی در کار هستیم، در اومده نمیتونیم. خب بله مجبور شدیم. راستی گپ خودتون میدانید که در نیمروی شب بعضی حالت چراغ‌ها خاموش میشوند. اگر خود را نشان دهیم میگن که این کنکورس کن شده چی شده گفته هر گپ. هزاران کاروان ها رفتند و دو هنوزم این کلب ها دارند او او. بنابراین گوش ندارند، نه اندازه بباید. پختسه و دیدیم. اکای رستم جان یک چیزی می‌خواستم پرسم از شما. مرحمت گوش میکنم. امروز بسیار خسته می‌نمایید. شما را یگان کس رنجاند. خب همین پخش مستقیم کردم. یک چند نفر راستی گپ دشنامهای بیمانی کردن. خیر پخش مستقیم مجبور کشتم. خواستم از پخش مستقیم از بحرش برایم. راستی گپ مردم ما گفتم که کنجکاو و یک دیگر نفهمند. چشمشون بعضی وقت کوری میکند وقتی برای مناسبت کردن یگان حالتی فوق‌العاده را به یاد میآورند یا چی. میگن که امروز با مردم ما گپ زدن بیان بسیار ترس میکنه. راستی گپ اپای گروه اپای کزن همیشه دارن. میگن که کسی که حیا ندارد میگن افتی و علاقه خشک است، مثل یک درختی که خشک است که او نه صدا دارد و نه آوازش میبرد نه دیگر چیز. اما کسی که از روی حیا کار کند انسان از همه خوشبخت‌ترین همایان است. نه شرم است و نه حیا و نه یک سخن خوش داریم. باور کنید امروز همین چیز بسیار به نظر رسید. دوره‌های پیش دیگرگون بود، مناسبت کرده های دیگر، فهمید دیگر. امروز چخیلی که در عرفیت میگن تربیه هم نماند، تعلیم هم نماند، هیچی هم نماند. سبب در اون است که امروز میگن شوهرم در روسیه و من در ویبلگوزی هستم. شوهرم در روسیه در مهاجری کار فعالیت کرده عذاب میکشه، من باشم امروز با دیگر مردهایم. خیلی این چیزها البته خیانت ها رو بسیار به نظر گرفته. همچون کارمند رادیو این چیزها رو به خود جوانان رساندنی هستم که به احتیاط باشید دوستان که نفس و شهوت و شیطان پرستی امروز جوانان خیلی البته تا 20-25 ساله زیاد شده است که از پشت همون یعنی چه آبروی پدر و مادر خود را به زمین افکنده ایستادند. برای میخواستم دوستان عزیز همین چیزها رو به این آمد گیرید. اگر دیگه کسی رو زورده باشه معذرت میخوام، این برای خوبی شما است دوستان. زیرا که میگن کسی که علم دارد و به کسی توصیه نکند درخت بی حاصل است که فقط خشک است. آب برایش آبمانی هم آن طعم نمیگری را حتی احساس نمیکند. همین گونه انسان است میگن. برای همین انا رسول جان هستن شده یک تو هستن اینجا حسن جان هستن. اگر سوال ها باشد دوستان مرحمت. ما امروز در تلویزیون و رادیو صحبت کردیم. راستگاه خیلی نفران کردی. اگر سوال ها باشد مرحمت. اکای حسن جان از شما یک خواهش داشتیم. این خواهش من خواهش یگان کسی دیگر نیست. همینجوری هستی؟ بله همیشه هستم. احترامانا خواهش میکنم در حق همه اکای رستم جان یک دعای نیک کنین که صاحب زن صالحه شوه، دیگرش همش خوب میشوه. انشاءالله که این دعا را باید آدمای زندار بتیم برادر عزیز. اکای رسول جان در چه خودم میفهمم تمام. خودم اولیدار نیستم. اکای رستم جان من احترامانا خواهش میکنم که شما از آیت های قرآن یک دعای نیکش میدادین بسیار خوب میشد دوستی عزیز.
баъд касе ки ранҷонаша дар хона нафаре ҳастае ки таскин тия дили Рустамҷона. Дига охири хелда ки таскин метия дили Рустамҷона? بله او حضرت میگه کو انا همه روز گر غم خوری غم مدار که شب در کنارت بود یار غمگسار. انا انشالله که اکای رستم جان خودشون شخصیت انا با فرهنگ یعنی میفهمیدگی انا سبب همیه که اکای رسول جان کم ترک صبر نداره، رنگ خودم زد ایم بگیم انا در میگیره. انشالله که چی نکنه اکای رسول جان الله جل و علا انا با همراه صابرها هست، یعنی صبر کنه. انشالله که انا در تقدیرات شما را با یک زن صالحه هست. اگر شما جدا شده باشه همون زنتان، پس این را بدون که انا الله جل و علا نخواست که همون زن انا سبب به آبرویی و شرمندگی شما در بین انا مخلوقات بگرده، بنابر همین سر حال انا شما را جدا کرده. همون انا چی چیزایی را سبب میکنه؟ برای که الله جل و علا هیچ وقت برای یک بندش بدی را نمیخواه. فهمیده؟ الله جل و علا خودش در قرآن میگه انا بعضی چیزهایی هستن که شما برای او چیزها را برای خودتون کو خیر میدونید. نپرمیر شده که رسول رستم جان فکر بکنه که همون زن میزاد برای من خوب بشید، انا زندگیم خوب میشید. نه که الله جل و علا میگه که چیزهایی را که بعضی چیزهایی هستن شما برای خودتون خوب میدونید، نه که وای بر ضرر شما هست. انا بنابر همین الله دورش میگه و میگه بعضی چیزهایی هستن که شما برای خودتون انا بعد میبینید نه که خوبی شما در همون چیز است. انا بنابر همین هر چیزی که از درگاه الله جل و علا و همه طرفه قبول کردن در کار. خیلی دعا میکنیم که الله جل و علا با حرمت همون آیهش که میگه اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و هر وقتا که بندگان من تر از من پرسیدن پس بگوشو که من به درگاه من با ویور قریب هستم. ای همه رگی گردن شو. اینا با که رسول رستم جان توصیه میکنم که انشالله که از شو شده ساعت 1 شده در تاجیکستان انا یک تورتک بکنه و انا در کد نماز بخونه و از صمیم قلب همه دلش هم تا نزد الله بکشایه و دعا بکنه. الله جل و علا به همین مشکلاتش دست میرسونه. اللهم بحرمت و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اللهم بحرمت فاذا سألك عبادی فانی قریب. الله جل و علا با یک رستم جان یک اویله انا پاکیزه و مثل پاکیزگی فاطمه زهرا یا با مثل پاکیزگی خدیجه کبرا یک زن صالحه نصیبش بکند و با جمله اشخاصی که انا زن طلب هستند الله جل و علا زنهای صالحه نصیب بکند. با او اشخاصی که زن دارند خداوند زنهای فرمانبر صالحه و پاک دامنیشون زیادتر بکند. خداوند انا از درگاه انا یعنی پری خودش یک ملائکه مانند زنی را به یک رستم جان ما هدیه بکند که الله جل و علا دیگه این را غمگین نکند. اینا دعا میکنم اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین. آمین. الله اکبر. رحمت انشاءالله. تشکر. راستی در یک کامناتا در مگه هم قگر نستیم که عرقام چکیده ایسان با خدا پیگر میرن در کخونی گفت ایسان. سلامت باشید سال جان، امروز سربلند باشید دوست عزیز. تشکر زیاد، شاد و ممنون هستم از بسیار دعاهای نیک و صحبت‌های خوش. ممنون هستم دوست عزیز. دقیقاً میگن که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نام نهن آدمی. آدم با آدم زنده است دوستان، نگاه مؤمن به مؤمن این یک سبب است دوستان. ولی افسوس که مردم ما با نگاه و چشمان بد نگاه میکنند و غیبت میکنند، کینه و اندوه و دیگر و دیگر. چخیلی که میگن اگر
همچون انسانی رازقو در کوچه راست راه روی هم میگن که با دختر صحبت کردن نمیتواند، با دختر صحبت کنی میگن زن گرفتن نمیتواند، زن گرفت فرزند دار شدن نمیتواند. عجیبای مخلوقات شدیم که یک دیگر نافهم و چشم دوست نبود، به معنی و به مدنیت شدیم. امروز میبین در بازارها صحبت کنی و یک دیگر نافهمی بسیار دیده میشود. من حیران بعضی نفران هستم، همچون انسان که به دنیا آمدیم باید انسانگری را داریم عزیزان. خداوند متعال یگان من در شما نامه نکرده است. از سبب یکدیگر نافهمی و امیدوارم که البته گپ گردانیم و حتی حرمت والدین که در عائله و عائله داری به جا آورده نشد، پس بداند که عائله پایه هایش شکستند. نمیتوان که عائله داری را تا به اخیر دوام یافت. بعضی حالت که وقتی پدر و مادرتان را که حرمت و احترام نمی کند، شما نمیتوانید حتی برای فرزندان باشدن به فرزند هم نگاه نمی کردید. وقتی که میگن پدر و مادر را حرمت احترام نکند، این چی رو عائله داری است دوستان؟ و دیگرشون است که وقتی که خوشرمان کار فرماید و کلی عدودش نبرد حتی گپ گردانی کند، این عائله داری نمیشه. برای همین دوستان عزیز میگن یک مقاله از در تاجیکان که وقتی که انسانی که نابینا است یعنی کور از سایش را یک بار گم میکند، مراتب دیگر باید که راست گذارد. راست نگذارد از وی انسانی که دیده نمیشود. دیگرشون است که دوستان عزیز برپا کردن عائله امروز مثل یک که شد نقلیاتی 06 را به 07 عوض کرده یا که آپل را به یعنی بازیگر آپل ها عوض کردن یا مرسدس عوض کردن شد. جوانی ما که کوتاه فهمند کند فهمند عائله دار می شوند، مدتی کوتاه ندیده ندانسته یک دیگر نافهمی کرده در اول میگن که در اثنای شب مثل سلطان هستی، وقتی آفتاب حقیقت برآید به کجا میگریزی. مردم هم همین گرم در اثنای شب همه گپ را میگن تو پادشاهی منی، تو اینی منی، تو وی منی، تو خوشبخت ترین میکنی مرا دیگر. وقتی 4 روز عائله داری گذشت الکی یک دیگر نافهمی شروع میشود. دوستان برای میگم که روحان عائله دار نشد. صاحب فرزند که شده دوستان، یگانه نفری که شما رو حرمت و احترام میکنند باید البته پدر و مادر شما رو هم باید احترام کنند. همون نفری که یعنی زن صالحی که برای شما خداوند نصیب میکنند. لیکن افسوس که امروز اگر خطاگی از خود ما است، خطاگی از خود ما است. برای چی؟ پدر و مادران ما که وقتی که برای جستن کلبانه میروند، در اصل در خاندان خودشان که دختر دارند دین دارد، یعنی کسی فی 8 یا 9 است که نه دیگ را تصفیه نمیتواند یا روغن داغ کرده میتواند یا که نه تخم پخته میتواند. باز در ما دوستان عزیز کدبانه میشود. اولا تربیت در خانه‌تان بوده را بجا آورید، کدبانه پیدا کردن آسان است. افسوس این چیزها در خود جوانان امروز یعنی پدر و مادران حاضر دیده نمیشود. پیشترها دیگر بود، حاضر تماما دیگر. پیشترها پدر و مادر گفتهش میشد این رو پیدا کنیم میشود و این رو پیدا کنیم میشود. لیکن امروز وایبر بازی بود، اندر کلاسیک بازی بود، واتساپ بازی میکنند، رسم را نشان دهگان رسم یگان اکتریس را نشان میدن. وقتی که میبینم که البته اون یک دیوانه سیاه هست پرتافته میروند. عجایب که دوستان عزیز خودتان رو نشان دهید چی میشود وقتی پیش از عائله دار شدند شما با اکتریس عائله دار نمیشوید. عجایب خود باور کنید همین چیزها خیلی به نظر رسید. برای همین عائله های حاضر جوان بسیار جدا میشن دوستان. اگر دل کسی را آزرده باشم معذرت میخوام. بهترین نکته رستم جان گابون شد. بغیر الله میگن کو همه چیز دتای، بغیر الله همه چیز دتای، اینس جین و چیزهای به جان و جاندار همش. یعنی کمی کارهایی که میشود در زندگی آدم مشکلی میبیا، مشکلی آخرش چیه؟ آسانیه. یا اینکه شب آخرش روزه. و اما خاطر معلوم نشیم به هر مقصد که گپای مردم و در زندگی هر مشکلی میبیاید با صبر باشین. گفتیم برادری حسنمون انشالله که پیروز میگردین در زندگی. خیلی که در چیزی افیری گذاشته گفتن زندگی خودش یک کتابه، هر روزی ما یک صحیفه. این صحیفه ها را باید یعنی که با پررگی پرمضمون کرده پر کنیم صحیفه های زندگی مونه و در آخر
китобро ҷамъбаст мекунем ва ҳамин китоб як барои насли ояндара мегем ки як дарс шава бихонанд ва аз ҳамин китоби мо як маъне бигиранд ба чуна истифода баранд аз китоби зиндагии мо шумо. ки иншалло ки ба хайр аллоҳ нигоҳбон шуд. беҳтарин зинда бошем. мақсад ки агар дар зиндагӣ хорӣ, агар ранҷуру беморӣ, агар дар зери ғам борӣ, машав ғамгин, худо дорӣ. агар ҷони ҷавонат сӯхт, вуҷуду устухонат сӯхт, агар чӣ хону монат сӯхт, машав ғамгин, худо дорӣ. агар рафт навҷавоният, нишоти зиндагоният, агар рафт ёри ҷоният, машав ғамгин, худо дорӣ. барои ҳамин худовандро фаромӯш накунем. иншоаллоҳ худованд меҳрубон аст, бениҳоят меҳрубон аст. Faqat Tashakkur Alloh بهترین گفتی. شودیبک راستی گپ من در یکی از استادی من که بلاگر است همتون میشناسین دلاور سفرف است یکی از بله، بله، استادی بله. من که مرا به رادیو دعوت کرده بود. خب در یکی از برنامه‌هاش نوشته بود که دوستان عزیز در کوچه یک نفری را دیدم که نشست فقط میگفت که من به خداوند چگونه صحبت کنم، رقم خداوند رو میخوام پیدا کنم. اما حیران مادم چرا چگونه باشد؟ خب میگد یک برادر آمده و برادری که برادر اهل ایمان بود آمده و گفت من میخوای که من برایت بگویم؟ میگد بله بگو. نویس میگد 4 10 4 5 و 9. تو میتوان همین رقم ها رو بگیر، بعد از اون میتوانی که به خداوند سوال جواب کنی. اما حیران ماندم این رقم ها چگونه باشد. برای من شودیبک همین رقم ها رو به مردم توصیه که آیا میدونن که به خداوند چگونه مناسبت کنن. این رقمی که اشاره کردم بار دیگر تکرار میکنم. 4 10 4 5 9. کسی میدونه در کامنتاری نویسه، یعنی بدونیم که چقدر مردم ما اهل ایمانند. акай ҳасанҷон, гӯш дорен суханои акай Рустамо? бале бародари азиз гӯш кесам. ози қа гӯш накесавдум ки на ози гӯш кесам. такрор кун ки Рустамҷон. و بار دیگر تکرار میکنم. بفرمایید. وقتی که در یک برنامه قرار داشتیم، واسه یک برنامه بود، یک برادر نشسته بود که میگد من میخوام که به خودم صحبت کنم، یعنی گفتگو کرده باشم، میخوام رقمش رو پیدا کنم. اما حیران بودم 10-20 نفر رو پرسید کسی ندانست. اما دیر نگذشته یک برادر اهل ایمان آمد و گفت میخوای که برادر رقم خداوند رو بگویم که چگونه است. بعد گفتم که بگو. گفت رقمی 4 10 با 4 بعد از آن 5 و آخر 9 هست. این کسی میدوند برادر اهل ایمان است در کامنتار نویسید. این رقم ها چی رو میخواد؟ یکمش رقم 4. بله برادر عزیز. رقم 4 است. این را کدام که رقم رو بگیم؟ خوب رقم هایی که گفتم کسی داند بنویسه. رقم 4 گفته یعنی 4 رکعت نماز. رقم 10 گفته یعنی ساعت 10 شب. انا رقم 5 گفته یک مثلا انا 5 رقم های 5 قطره آب دیده. انا با رقم 9 گفتگی باشه انا وای 4 رکعت نمازی که گفته سنت ثابته که شب و نماز تهجد 4 رکعتی بخونید. همینطوری چیزا ممکنه
Так, این логический вопрос بود به فکرم. سوال حقیقت است حسن جان، لیکن جواب نادرست دادی. انا راستی میگم که برادر از اوقع علمی نداریم که این سوال جواب بدیم، کمی عقل خودمون کار فرمودیم. خب من جواب میدم. با دقت گوش بفرمایید، گوش داریم. مگه در حقیقت میگن که به درگاه خدا پیش از اجل آی، گذشت عمری عزیزت در عمل آی، به غفلت سرخه شد عمرت محو سال، بیا بیدار شو از خواب انسان. زمین روزه کنه سه بار فریاد، چرا تو غافلی ای آدمی اکای زاد. رستم جان بخشش زیاد کمتر بلندتر گپ زنید التماس. تمام شد. خوب میکروفون ها رو خاموش کنین، من گام بزنم. به درگاه خدا پیش از اجل آی، گذشت عمری عزیزت در عمل آی، به غفلت صرفه شد عمرت محو سال، بیا بیدار شو از خواب امسال. زمین روزه کند سه بار فریاد، چرا تو غافلی ای آدمی زاد. مشو بر فرصتی دو روزه مغرور، تو را باشد دل من خانه گور. به حسرت ها درآیی در دل من، غریبی عاقبت در منزل من. شوی پوسیده مشت استخوانی، مجال نیست آنجا در نمانی. مگو حرفی جنونی از زبانت، همه چون شیر از پستان جان است. رقم 4 این 2 رکعت فرض، یعنی 2 رکعت سنت و 2 رکعت فرض نماز بغداد است که به خداوند میتوان گفتگو کرد. دعا میکنی که خداوند مرا بر آن زندگی برسان. رقم 10 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت نماز پیشین است. سیمش 4 رکعت، این 4 رکعت نماز عصر است. و دیگرش 5 رکعت 3 رکعت فرض، یعنی 2 رکعت سنت نماز شام است. و آخران نماز خفتن است که این رقم 9 است که میتوان که در این وقت با خداوند گفتگو کرد. این سوالی که کسی جواب داد جواب داده نیست. بله برادر عزیز، مقصد ای همین سوال این که هر وقت که تمی نماز 5 وقته را میخونی، ای پشتش دعا بکنه، ای از الله اون مشکلات بخواه. فهمیدی برادر عزیز؟ همه با فکرم مقصدی گپ، کنسه گپ. بله، همین برای همین یک جوان چنانه گفت، همین گفته آن را میتوان که عملی کرد. ولی بعضی جوانان هستند که همین ها را هم بعضی فرانده بغیر از پی کردن دیگر یگان نفر به همین سوال جواب قناعتمند نداد. او باکی نیست دوستان. من همین میگم که با خودمان دوستان عزیز بعضی حالت باز برادر عزیز اینه که ما جواب ندادیم، ما بای ندادیم، ما نبرات بریدیم برادر عزیز، چون که ما فهمیدیم. بله ما جواب اگر جواب میدادیم بریدگی حساب بدیم، جواب هم ندادیم که بریدگی حساب شدیم، چون که ما فهمیدیم. فهمیده باشید بهتر است. خوب دوستان عزیز سلامت باشین. اگر یکون نفر سوال داشته باشن شدی بیک کوتیراسیون کن. ما سوال من دارم. مرامت در هر ستون همتون در سوال دارم، لیکن جوابش ما میخوام از شما گیریم. ما باید جویای عقل شویم یا که عقل باید جویای ما شود؟ از کی سر میکنیم؟ خوب از حسن سر میکنیم، آخرا من جواب میدم. سوالامون بیبلیوتک رفتیست. ای بخشم و سوالای چیز را جواب نه که سوال نداریم. برادر عزیز مقصد سوال عقل افضل یا علم؟ من شما را فهمونده استم که ما باید جویای عقل باشیم یا که عقل باید جویای ما باشد. البته که خود داخل
توبه انشالله که اکی رستم جان گپ میزنم ما خاموش در اینجا در پایان گوش میکنیم. چگونه باید جویا باشیم؟ حقیقتا خیلی که در روحیت میگم هر یک انسان با عقل سالم و با صحبت خوشش شناخته می شود. ما وقتی که عقل رو به خود یعنی که معطی نفس هم که کردیم ما غالب میبریم. وقتی که نفس معطی عقل ما شد ما لکه شیطان سیرت میشویم. برای این باید که ما با عقل و ذکاوت خود کار کنیم دوستان. بعضی نفران هستن راسته که خیلی میگن کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری میگن. بعضی نفران باور کنید 40-50 ساله هستن لیکن عقل و ذکاوتشان مثل 20 ساله است، مثل کودک حرف میزنن. خیلی نفران رو دیدیم. برای این وقتی که انسان یک چیز رو وقتی که فکر کرده نمیشوید عقل خود رو کار فرمایید و کسی یعنی یک وقتی که گفته نمیشه ولی عقلتون رو کار فرمایید که همون نفر آیا سخن شما رو به دیگران میگوید یا نه. وقتی که نگفت 2-3 روز سنجید، همراه دیگر دوستهایتان سنجید، بگوید که آیا من چیزی گفت یا نگفت. وقتی که اگر او کنجکاوی کرده او رو سنجید، وقتی که او گفت که ها وای دوستم همین گونه بود دیگر گونه بود، الکی بدونه که او منافق است. برای این عزیزان هر انسان باید با عقل و ذکاوتش کار کند. شما وقتی که شده به عقل خود رو استفاده کرده بعد این شعرهای پند و نصیحت رو وقتی که میخونی بسیارتر انسان رو به وجه میارد. ولی تو فکر نکن که همین وقتی که من خوندم بسیاری نفران شاید گوش میکنن شاید نه. اونها گوش میکنن. نفران هم به مثل حسن جان و رسول جان و بسیار میگن من اینجا خیلی نفران دیگر هستن که همه رو گوش میکنن به معنیش میرود. کسی که شده به معنی شعر میرود و تاخیر گوش میکنن. کسی که اکن یکم لایک گیره این دویم لایک گیر میگن الکی وای عقل خود رو استفاده کرده نمیتونه. ای لایک من اینا گیر و یک گیر میگه این الکی دوستانی از یک خانواده خود نباشی است. وقتی شما یک شعر به معنیش نروید وای آیا به لایک ارزش داره یا به دیزلایک، به مثل افری من که 45 دیزلایک شد 30 لایک شده بود، به مثل همه دوستانی از برای من بعضی نفران هستن که عقل رو موطی نفسشان کرده نمیتونن، نفسشان غالب برآمده عقلشان به زمین افکنده با پای افزارشان میکوبن. برای این شد به هر چیز رو افتادنش دوست. انا راستی ما باید گپ جویا نکنید باشیم. در پایان اپای کازا گفتم هیچ خیلی سوال خدا یک سوال گم تریم ابتی ما بعد انشالله که جوابش شما گوش کنم. علم افضل است یا ادب؟ ادب باز این خود علم است. ادب افضل است یا علم؟ این میکروفون هم میکشم گوش میکنم. رستم جان شما فکرتون رو گوین بعد من میگم خواهد. نه زیاد بود البته که ادب بعد اکر رستم جان شما بگه رنگ هم دیکتان کردیم بعد سردار سیف نمیزنن دیگر ها بعد رو بردار میکنن. نه من رو بردار نمیکنم. خب البته ادب بالاتر است از این. نگه در 1 مینوت مختصرا جواب بده 1 مینوت چون که افیر دوری دراز نکشه که وقتی خوابم شده است همین 1 مینوت یا 1.5 مینوت اتصلا جواب بده نه با بعد دیگه سوال بپردازیم. برای من شده بک نوبتی تو دوستان. سوال این بود که علم افضل تره یا که ادب؟ همه خیلی بود. بله بله هم تا مینوت رفته است از گپ دسته و این وقت داده گلام نیجه ده مهم این ما رو وقت داده است. خب دوستی عزیز اگر ادب نباشد چگونه علم می‌آموزیم؟ با فکر من ادب افضل تره.
حالا هم وقت دارید دباوید که 23 ثانیه گه. ادب این خودش همه علمه، این علکه، یعنی یک علمه. از وقتی که بیادبی کسی به مقصد نرسد، زیرا که زیرا که ادب ادب، تاج سر مردان است. بله جواب چه فهمیدی؟ شما خلاصه گفتنه که ادب از علم بزرگتر است، بالاتر است. البته. بله بله، یعنی با چهل این چهل مقصد. علمم بالاه، البته نه که علم آچرد داشته باشی یکی ادب رسول نداشته رسید. باشی. آچرد یکی رسول رسید گپ زین یکی رسول جان. میگم وقتی که علم داشته باشی و ادب نداشته باشی، چگونه علم استفاده میبری؟ گفتی کوتاه جواب ته جواب دادم امیقا ما این قضیه جواب نمیتونم. یعنی که ادب بالاتر از علم است. ماله اینا انشالله که آچرد یکی رستم شیدک میتونن که گپ زنیم. سلامت باشین. هر دوتون خطا جواب دادین. وقتی که انسان صاحب علم نباشد وای ادب را از کجا می‌آموزد؟ از بیادبا می‌آموزد. بعضی حالت علمش به طور کوتاه باشد هم میتواند کمی علم داشته باشد، بعد از اون صاحب ادب حقیقی میشود. میگن که آدمی اگر بیادب است آدم نیست. پس فرق ما بین آدم و حیوان ادب است. همین دوستان کمی علم کمی ادب باید باشد، بعد از اون میتوان انسان به مقصد رسید. سوال این گونه بود که علم افضل‌تره یا که ادب؟ همینا را یک تاشا مثال ما باید یک تشه باید در زینه اول گذاشته شود. در زینه امروز اول اگر ادب نباشد، من ادب را ویبر میکنم بارداری عزیز، نمیدونم که اینجا شما فکر خود میگوین. اگر شد بگو هم 4 پا و 4 دست ما هوچ کم که ادب. ادب انشالله که اکی رستم جان حداقل 1 مینوت دیگه وقت داره که دباوید کنه دیگه گپی زدگیش. علم چندان که بیشتر کنی میگن چو عمل در تو نیست پس نادانی. آره می دوستان باید چیزی رو دونید که عموما مبانی 1 دقیقه من کوتاه گفته میگذارم. اگر علم زیاد داشته باشید و عمل نداشته باشید پس علم شما هیچ است. برای همین کم علم کم ادب باید داشته باشید. اگر علم زیاد داشته باشید ادب نداشته باشید هیچ است. اگر علم نداشته باشید ادب خوب نمواد از انسان نمیبرد، زیرا که هر یک انسان با علمش ادب را پیدا میکند که صاحب یک عمل حقیقی و یک صحبت خوش میشود. ولی افسوس که من نمیدانم یکی افضلتر گفتی زاده حسن جان، لیکن یکی افضلتر در اینجا به نظر من اگر ادب را انتخاب کنید شما به علم ادب را از کجا میآموزید؟ عجایب است. سوالی که انا که انشالله که به خودم فرصت رسید که بفهمم. بگو همین سوال راسته وقتی طالب علمیم در دو دبدن جوابش ای استاد گرفتم که یک حدیثی هست میگه که انا الادب شجر والعلم ثمر فان لم يكن شجر فكيف كان ثمر. میگه ای بنده ای آدم تو بدون که ادب یک درخته. فهمیدی؟ ادب یک درخته و علمه ثمر و علم یعنی علم میوه همو درخته. فإن لم يكن شجر فكيف كان ثمر. پس ای میگه ای آدم گوش که اگر ادب نباشد یعنی همون درخت نباشد میوه اگیجا پیدا میشود. بنابر همین ادب در پر ارشد میستد. بسیار آدم های با ادب را میبینیم که با ادب خودشان هزارها با سواد را جقیده گذشتگی هستند. حداقل میتونیم که یک مثال بریم صحابه های پیامبر که اکثریت کلش سواد خواندن و نوشتن نداشتن، نه که معلم تمام بشریت چیدگی هستند. بنابراین وقتی که ادب باشه ادب طلب میکنه که علم بیاموزی.
هیچ وقت علم آنقدره که ادب طلب میکنه که علم بیاموزی، علم اون قدر طلب نمیکنه که ادب بیاموزی. چون که علم که آموختی ای خودت میره. این عالم های همه روسا رو بینیم، ای عالمی بچه ها بعد پیانیسtka میشون میرون، اما عالم های مسلمان رو بینیم ای علمی بسیارشون با ادب میشون، انا کتاب مینویسن، بعد مثال تربیه نسل نورسنه. یا وقتی مثال پروفسورشون رو بینیم وقتی که یک کارم میکنن میشینن 5 روز با 100 گرم میگه میزنن، ای بی ادبی شو. یکی در علم به نهایت پیش رفتن. این تیم را که ان شاء الله رسیدیم با یک سوال دیگه بتیه. این موضوع را نه رست کنیم نه، و این موضوع بسیار موضوع خوب و بهترین موضوع بود. همه هر دوی همینا ادب و علم، اگر علم باشد ادب نباشد مثال هیچ زیبی نداره یگام گرام. اگر ادب باشد و علم نباشد بله بیانگی نمیتونن اینو. چی خیلی که فرزند مثال مادر مثال خیلی درخت فهمون میشما. بله یک درخت ادبی که علم نداشته باشه یک درختی که بی برگ نپرمیر ببینید در ته سایگی و هم شیشه نمیشه. اما اگر ادبی که علم داشته مثال یک درختی که برگ داره و اگر او علمی ثمرناک باشه با مثلا همون درختی که میوه داره در سایگیش میشینی و مثلا انگور میخریده. اینم سر مقصد بیایم. مقصد همین که من ادب ویدیو کردم یکم مثال نکن جواب پره خوشم ندارم، فقط ادب ویدیو کردم گفتم که همین ادب در جای یکم میسته. همین سوال شما هم خیلی بود که کدامش مثال منظرتش بالاه ادب ان شاء الله که نمره کرده در پارت برای جواب درست برای جواب درست فلس. بهترین رستم جان هم بسیار خوب جواب داد، به نهایت خوب جواب داد. با به نهایت با قافیه ها اکای رسول جان جواب داد. همه خیلی فهمونده که همه خیلی یا تیری کمون قطی هر سمون همه خیلی زد پروندگ مونه کراچی. اکا راستی گفتی همو حضرت که نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. اینجا اهل نور و اهل فهم که بود. بنابراین ما آمدیم که یک چیز بیاموزیم ای برادرها. انشالله که خیلی چیزای خوب آموختیم. نه یک بگیم یا ضرب المثل زور گفت که انشالله اینا نمیدونستم جوابش یافتم یکی رستم جان. کدام آنا گفت کو 5-10 نمرها در اینجا جواب سوال اکای رستم وقتهای نماز بود. مثال 5 گونه نماز همینجوری که اکای تزان تزه جواب دادم که وقتهای نماز نمیتونم خیلی و یا وارد شدن و اتماعی جواب زمان من دیرترک بعد بالا اتماعی بروردم که این وقتهای نماز رو میشون بگید. خیلی پیش یک سوال گم میتیم ای سوال میگم خیلی شما سوال که انشالله که با گوشت آنگنیم که وقتی خوام شده سخوی سوال حالی وقتی خواب گجا من در کانال کمنر و طبیعت شما را انتظارم بود. اکن جان اکه کار و فعالیتی خیلی دمی یوتیوب باشه که ما خواب داریم. نه من روزانه هم کار میکنم شبانه نکیم در خدمت این نمیشه برآمد میکنیم چرندگی میکنیم نکیم چرندگی نمیکنیم چرندگی هم کنیم ای مهنت حلال خود ما میکنیم. سوزانی بابا نانا گفتی همون برادر عزیز که شب هایده و روز هایده خراک تکهی مایده. بله دوستان بله انشالله که خوبه و اگر سوال گپ باشه انشالله که نه برادرها جواب میتینه ما گوش میکنه در پایان. так سوال هست همه جا مرد گفتن شما چگونه مرد می حسابین. سوال در هر ستونای یک نفری جواب تین فکراتون رو گپ زنید. من 4 نفر شده سوال در 4 نفر اکای رئیس هم وارد شدن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار یک صحبت بسیار یک سوال خوب شد. من در همین سوال شما یک چیز اضافه کنم بعد خلاصه بروریم. مایلش اجازه میتین؟ سوال پیشیننگی ده اکا
همین سوالی که ادب یا که اول بله علم یا بله که بله بله بهترین جواب. محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش از آنی که با پیامبری مبعوث شود یک نام داشت. این نام اهلی مشرکین، اهلی همین مکه موندگی بودن. چی نام داشت؟ ای روی آنی که بسیار شخصی با ادب بود، علم نداشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم علم نداشت. امین نام داشت. امین یعنی صاحب امانت. بله، بهترین خصلت که داشت، بهترین امانت گذار که بود، بهترین خصلت انسانی ادب که داشت، برای همه یک نامش امین بود. انا که خطان دیگه خلاصه برارین که علم بعد در پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد پیامبر شدنش، بعد نازل شدن و اومدن پیامبری، بعد نازل شدن یکمین آیت قرآن سوره عامه، بعد این پیدا شد علم پیامبر صلی الله علیه و سلم. یکی تا علم داشتن که ادب داشت. بله برادر عزیز، الله جل و علا در قرآن چنان تعریف پیامبر میکنه که و اینک لعلی خلق عظیم، میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم ترا چنان ادب بزرگ دادم که نگاه که چقدر بزرگ است که الله جل و علا به هم بزرگیش با ادب پیامبر بزرگ به نهایت ادب و رفتار بزرگ خلق عظیم دادم. میگه با سبب مثال با ادب بدنش خداوند صاحب علمش کرد. بارک الله فیکم. اگه ما کو دانشمند نیستم، دانا نیستم، لیکن تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم هر یک انسان کسی که میگه که من مسلمانم، اولین باید که تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم بدونه. اولین درباره اقلا یک سخن درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم بدونه که مقصد که یکی مبودا که یگون کس پرسه که تو مسلمانی محمد صلی الله علیه و سلم کی بود، اقلا در چند سالگیش پیامبر شد، چی شد، اقلا یگون سوال بکنه که مثال یک شرمشکن شده بتونه. باقی انشاءالله با هم خدا که همتون سلامت کنیم و نبود درستیم. بله الحمدلله. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. اکر رئیس خوشحال شدیم که با شما با صحبت برآمدیم. بارک الله فیکم. یا اکر رئیس هم خیلی شجاع داره سازی اکر خوبی کنجی. الحمدلله شما سوزین کنجی سلامتون با فکرم. الحمدلله. اکر شد دیگه سوال تو معلق مونده در بین زمین و آسمان دیگه هیچ که معلق نمونده. سوال اینه که مرد گفته مثال کی را میدونید و چگونه مرد باید باشد مرد در زندگی؟ اکای رئیس در پیش اکای شد بکن هم خیلی جواب تین با اسم میویم استاد. با کدام طرز که جواب تیم؟ با جهت دینیش جواب تیم یا که با جهت دنیاوی؟ کدامش قبول میکنی؟ هر دوش قطعی. مرد کو اکای شد یک گپ زنیم همه کسا یک نیم مینوتی حداقل که انا وقت بسیار میره. بارک الله. ما یک سخن حضرت عمر رضی الله عنه را ایجاد یادآور میشم. میگه که مردی که اگر که رقاصی میکنه و طبل میزنه او در حساب زنک هست. یعنی که پس این معلوم میشه که مرد حقیقی باید که مرد باشه، نه اینکه با بعضی کارهای مثال گیریم که با شأن مردی زیان میاره و نام مردی را پس میکنه، او را مرد گفته نمیشه. این یک دیمش که مرد اما قدر اراده مستحکم داشته باشد که در همه جا هم جهت دینی هم دنیاوی که از زن فرق کرده شود. مثال زنو را بینه که اینا یک پرشکسته میگیم، با اصطلاح تاجیکی پرشکسته میگیم. اگر مرد پرشکسته گفته نمیشه. پس اون مرد که اگر که پرشکسته باشه چیز باشه او حساب مردی نداره.
بله اکه رسول جان اوچه دی شما شید مینو تو را نگه که شدی بی بله من میتونم تا سحر یک هست جواب تیو فقط من انتظار جواب سوال. البته مرد اون مردی است که همینجا آواز کدوم صدا میتر دیگه از آواز خود نمیفهم راستی. خب مرد اون مردی است که لقمه حلال استفاده میبره در زندگی. یکم اجرت لقمه حلال استفاده میبره. دیگه اجرت به شأن شرف برادراش نگاه نمیکنه. فرق نداره برادر خودش یا برادر مؤمنش حساب نگاه نمیکنه، یعنی که به زنهای بگونه به زنهای ایجیت دینیش هم بگیریم به چشم بد نگاه نمیکنه. مرد اون مرد است که مقصد که حرمت پدر مادر میکنه، حرمت همسر و فرزند میکنه در زندگی و حرمت تمام برادران و خواهران اسلامی میکنه در زندگی. من مرد همین میفهمم. اگر همه رمکوهای همه گفتگیم در عقل من اگر برای مرد همه کارو را اجرا نکنه اون مرد من مرد حساب نمیکنه، من نامرد حساب میکنم. خیلی مرد تمام. رستم جان امجد تشکر زیاد. سلامت باشین. میگن گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کار و کار ار نکته نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن گردس فتاده بگیریم مردی. زندگی چه است؟ میدان نبرد است. در اون چیزان باید باشد. به طور خوبی ها به قدر کردن همدیگر و نان خوردن بمینت حلال، خنده های صدقن و بغش، تلاش بغم زیستن، چرا که مرد یک بار به دنیا میاد. عورت چیزان باید بود؟ یعنی زن رحمدل، حلال کار، به وجدان، باید خوش زندگی را احساس کند، کودکان را دوست دارد. این زندگی است. مرد در همه وقت مردی سازه می شود که تنها قلب پاک و مهر و محبت حقیقی داشته باشد، کینه و اندوه و منافق نباشد. در این وقت مرد را مرد میگویند. بله. میگن که به مردم مرد من، به نامرد هم مرد من، در حل و فصل مشکلات مردی آهنگترم من. این جواب من است. سلامت باشید دوستان. یک چیز گفتم رستم جان خوش آمدید برادر من. من اوضاع شما را سلامت فهمیدم. باشید رئیس، آباد باشید برادر عزیز. شما را خوش شما آمدید را- میگم اولا. خوش باشید. امیدوارم که انشالله که تنسیت بردم نه اوضاع سنا برای بله. اینجا بو نوبتی کیه بو کنی در همین بری بالا یک از شیشته است چه خواب کده است که دیگه یک آواز هم نمیده. اکای کیه ایجا دولی یک نفس موندگیه. من در ایجا داخل نکنه، من ایجا نیستم. یک چیزی که مرد همون مردی که غرور داشته باشه، با غیرت باشه. با از زندگی با حضرت عمر رضی الله عنه صلی الله علیه و سلم با یک حکایت دیگه شمیگم. وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیای فانی را رحلت کردن، حضرت عمر رضی الله عنه اومده کارت کشید، گفت کسی اگر که بگه که محمد مرده است یا وفات کرده است، من سر شیطان جدا میکنم. یگان انسانیت حتی زبان شده نتونست. همه دید، همه میدونست، صحابه ها همه همسر همه میدونستن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا را پدرود گفته است، لیکن هیچ کس گفته نمیتونست. و غرور و غیرت ابوبکر رضی الله عنه را ببینید که اومد گفت که مرد چی میکنه که جناب رسول الله از ما رفت. با این غرور مردی حضرت ابوبکر بود که در وقتی که حضرت عمر غضب کرده کارت کشید، این غرور ای بلندی کرد، مردی ای بلندی کرده، اومد گفت که چی میکنی که ای ما رفت. پس
مردی حقیقی غرور غیرت داشته باشد، مردی حقیقی ناموس داشته باشد، مردی حقیقی به دینش استوار باشد، مردی حقیقی در زندگیش استوار باشد. بفرمایید. акае ки як нафас шуморо интизорам ҷавоби саволи шуморо. ана бародари азиз мардӣ гуфте як ояи қуръона мегӯм ки бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим арриҷалу қаввамуна ала нисо. аллоҳ ҷалла ва ало мега ки эй махлуқҳое ки мо шуморо халқ кардам гӯш кунед ки арриҷалу қаввамуна ала нисо, мардҳо бар болҳои занҳо яъне боқувват ҳастанд. مرد همون مرد است که با قوت باشد. این قوه که الله جل و علا گفت کو از قوه جسمانی سر کرده تا قوه زندگی را با پیش بردن یعنی سرداری کردن تمام امورها را در بر میگیرد. و دیگر آیه که میگه که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا، ای آنان که شما ایمان آوردید شما خطانه یعنی حکم به سوی اینه من ترشید اکی شد بکی تخطا خطی زن فرزندت اهل اولاد ای آتش دوزخ دور بگردان. و در دیگه حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. ای مردها همه شما پادچران هستید و از او پاده اختون اتویچت میکنید، یعنی از سیمه اختون در نزد الله اتویچت بکنید. مرد گفتی اکی شد بکی مردی نبود فیتاده رو پای زدن، گردست فیتاده بگیری مردی. مرد همون شخصی است که انا بگیم به مثل عمر رضی الله عنه می شود. وقتی که عمر گفتین میگه اصلش میتونیم که نگیم. این شما که مختصرا هم گفتم تو. با گفتنی هستم که نه هر نر مرد است. فهمده برادر عزیز؟ هر شخصی که دعوای نری میکنه که اون مرد نیست. مرد اون شخصی هست که مثل عمر باشد، حدی اقل. چند دقیقه شد گپ زده سه من یک شعر نویسوندم. بهترین اکای یک نفس زنده باشین اکای رستم جون، اکای رئیس رحمت شکران. حافظ من همون برادرم بگو میخواند. بله حاضر همین شعر نویسندگی را میخونم، خیلی شاید حدا نویسندم، خیلی با فکرم قافیه کمی داره. من جواب با شعر میتونم. مرد آن است مردیش را بر کند، پاسبانی آن زبان چشم تر کند. ذکر الله tak یک دقیقه. ذکر الله سنتی پیغمبرش، با اذان و هم الله اکبرش. با ادب باشد چو مردی خاندان، مرد باشو زندگی را پیشه دان. tak یک نمود تز نویسندگی حسنی خط خود من نمیفهمم. زندگی رو پیشه گیر. آخری حرف آخری مصرعش کراچی با کمان تو زنی شیطان بتیر. میگه که آخری میشه. اگر
حضرت میبخشی من خودت میدونم که خودت نیم ставка دختری تمام کردگی و حرفای خودت یگون اپتیکاچی اگر نخونه دیگه یگون کس با فکرم خونده نمیتونه. راست میگی. من گفته بودم همه سخنا را گفته بودم در پخش مستقیم که میشه موردی که مینویسونم من بردارای عزیز اسم خط من ببینین. یا چی نقل کنم ممکنه همینجا انگلیش مرحمت راستی یا مرده یا قشلاق رفته است یا اهل علم یا قشلاق رفته است در قشلاق نماز پشت امام مسجد خوانده است که امام مسجد نه رکوع خوب نه سجود خوب خلاصا نماز گلگاو خوانده است داده است. بعد این مرده خیسته است دعوا کرد که امام تا خدا نمیترسی نماز ناتوری خوانده قسال مردم گمراه کرد. بعد اون ملایی که بگیم قومش دوستش میداشته دستن دسته بچه سر تا خم که برو برای چیزی را دیدی خب که برای چه خب کنم موقع گمراهی را دیدم باید من بگم شو. بعد گفتن که نه من درست خوندم. امام میگه که نه من درست خوندم. میگه که نه آخه درست نخوندم چون نه رکوع خوب داری نه سجود خوب داری نمازها را درجه قرائت خوب هم نمیکنی هم طریق بزد دعوا کرد. بعد خلاصا رزبارشو میشه و یک کس قاضی میمونه در بینشون یک کس سودیه میمونن میگن که خیلی بیا مصلحت میکنه یک دفتر یا روچکایشو میته میگه کلمه مار بنویسه به عربی حکم میم الف را مار میشوه این بگیم اهل علم میگره حرف میم الف را مینویسه مار مینویسه انا این امام خطیب یعنی تا خطا کمیگه تاری مارمورک مینویسه هنده بعد یک قاضی ورق میگیره نگه میکنه که ای امام خطیب مار بوان این مانند همون خطا کشت در خجل مجله ای اهل علم تری مار عربی نیست میگه ای مردک خطا نویسه برد دفشه اینجا با خری فوتبالش میکنه اما سوشا قبول کردن امام خطیب شد بنابراین خطی خودت مارمورا که و قوم خودت ندونش ما خونش نمیتونه. بله اجازه یک برادر منبوری شده صلوات بر محمد کی باشند برادر. سلام علیکم خوش آمدی برادر. و علیکم سلام و رحمت الله و کلی تماشاگران که لحظه کش دیگه که تماشا کردن. فرخشاه زنده باشی. خوش آمدی. خوش آمدی. زندگی راه گفتم چاه بودست وا دره حاصلی بود و نبودش آه بودست وا دره. آرزو کردم که با خنده سازم زندگی خنده ام را گریه ها همراه بودست وا دره. بله. راسوی هند آوردن صاحب دلان اندر چیست زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. زندگی فرخشاه را محتاج ترکستان کند. یک خواهش داشتم از شما همه فرخشاه دوستی عزیزی ما را چند نفر هست یک رحمت بفرسته به همه برادر بعد من سببش گپتون میزنم که برای چی به چی سبب رحمت. خب ما بفرستینش رحمت. اول من یک گپ زنم. من اینومی کازانتژینی که برام کاری شدم اگر کسی که ندونه ما اینومی کازانتژی گپ زدیستم. فرخشاه اولا خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سربلند باشی. چرا که نه ما شخصا من خیلی از خداوند امید و تمنا و دعا میکنم که هر یکی ما را به رحمتش داخل کند به رحمتش از رحمتش بی نصیب نگرداند. تا یک فرخشاه را نیک ولی بنده مؤمنین رو که ما همه ما انشاءالله که کسی که مؤمن است زیر عرش خداوند که قرار میگیرد پس در اوج مؤمن برادر مؤمن که باشه چرا ما یک فرخشاه همه کلی بنده مؤمن رو مقصد چیه که همین که در رحمت الله قرار گیریم. با چی مقصد من گفتم سبب همین من شما رو میفهمونم فقط همه کسا بفرمون. نشینیدم من یکم چی خیلی یا تا شنیدم ای دیگران نشینیدم. مقصدهای مردم باید بخوای بشنوی خودت. من چی خواستم نه من گفتم که با همین اکای فرخشاه رحمت فرسته شما
من سبب همین شما در فهمونم برادرای عزیز. اون که سببش نگه خودم بگم. بله. خیلی استاک در گوش خودم بگو، خودم رحمت گفتم. سببش در همین که من بخوام که یک نوار کنم. همین فرخشاه خودش میدونه که با چی سبب من گفتم. من خودم میدونم برای که اگر همین چند نفر که در پخش مستقیم هست 10 نفر اگر همین بعد تلفن کشتن یا بعد همین سخنان رو گفتن اگر 100 باری 1 دقیقه صلوات بفرستن برای محمد چقدر صلوات میشود. بهترین زنده باش فرخشاه. برادرای عزیز اینجا ما صحبت کردیم یک کانال هنر و طبیعت ده یکمین برادری که با من یاد داد همین برنامه را تشکیل کردن شه این همین فرخشاه. اینجا ما صحبت کردیم این همین برادر فرخشاه. همین برادر سبب شده که اگر من این برنامه را که من بمبا میفهمیدم. انجینیر خودت بگو که فرخشاه های؟ بله بله. همین برادر یه روز تو بگر بیزارش کردم وقت گرفتم منده که همین پروگرام را پتلیچات کردیم خیلی زحمت کشید نشان داد مودا رحمت کلام که در این برنامه با چی مقصد من گفتم که بسیار به نهایت سخنهای خوب میروه به نهایت اکای رسول نمیدونم کی برنامه را یادش داد نه که همین فرخشاه الله برکتش دیا همین برادر مودا نشان داد این برنامه را با فکرم که همین شما را یه روز همین را نشان داد ای کار هایش کن ترکستان پرید رفت همه سبب من شده مو. بله کار برات خوبه نکه فرخشاه؟ الحمدلله صورت این نهایت خوبه. خداوند انشاءالله که نصیب کنه بریم ترکیه را بینیم که با چی گپه. فقط یه چیز گفتنی کنم قدمه که ترکیه آمدنی با حیث سیاه بیا وقتی کارکنی نیا. نه برادر عزیز این بسیار اقسام ما داریم که نیکی نمیشه خداوند عملیشو نمیکنه. حداقل سیاه بریم گفتیم یا دمگیری بریم 4 ماه یا آبازی بریم که حرکت نکنی که دو چی میشه حرکت کنی انشاءالله میشه خداوند تا حرکت این برکت همین حقیقت داره کنی. بله داره. میگم که در جای ما ساعت 1:03 تگذشت اگه بریم خوب بریم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز دست دعا میبرداریم دعا میکنیم که خداوند همه ما شما را برای راست برای هدایت برای اهدین الصراط المستقیم رهسپار گردانند. دعا میکنیم که نفرایی که نزدیکاشون از مشابهی هستند خداوند دعاشون جنت الفردوس گردانه گروهشون پرنور گردانه روحاشون از ما و شما شاد گردانه. دعا میکنیم که خداوند همه ما و شما را از جمله بندگان شکر کننده ذکر کننده و برای خیر توفیق مانتیا. دعا میکنیم که کسانی که سفر دارند خداوند سفر سفید شونتیا سفر بی خطر شونتیا چی آرزو هوس نیک در دل هاشون دارند خداوند به همه آرزو هوس نیکشون رسونشون همه آرزو هوس نیکشون جامعه عمل پوشه. دعا میکنیم که کسانی که فرزند ندارند خداوند صاحب فرزند صالح صالحه سالم نصیبشون دارید. دعا میکنیم که برادرایی که زن ندارند خداوند صاحب زن صالحه گردانشون. دعا میکنیم که خواهرانی که شوهر ندارند صاحب شوهر صالح گردانشون. دعا میکنیم که کسانی که سفر دارند خداوند سفر سفید شونتیا سفر بی خطر شونتیا ساق آمدیان به این غریبی خداوند سلامت به دست پور به لب خنده و پیش پدر و مادر به پیش خویش اقرباشون به پیش زن فرزنداشون به لب خنده برگردونشون. دعا میکنیم که نفرایی که مشکلی دارند خداوند مشکلیاشون آسان گردونه و مشکلی هاشون پس سر گردونه و چی مراد و مقصد دارند خداوند به همه مراد و مقصد نیکشون رسونشون.
дуо мекунем ки нафарое ки талаби илм мекунанд, ҷӯёи илмомӯзӣ ҳастанд, худованд ба оно муваффақиятҳо, бурдбориҳо мо хоҳонем, то як кадри ояндаи давлату миллат шаванд ва давлату миллат ва ба бародарои муъмини мусалмоншон хизмати хушона расонанда саҳмгузор бошанд. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. ای فتاح بخشنده بگشا تو دلی بنده، تا بنده مسلمان شود خواننده قرآن شود. اللهم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل برکات و قاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. زنده باشه رحمت کلان اکای رئیس، اکای حسن جان، اکای رستم جان، فاروق شو، رحمت کلان دوستایی که در کامنتر نویسوندین گوش کردین سخنهای ما را، رحمت کلان دوستای عزیز. 6 نفر پخشی مستقیم ده بسیار می‌نداریم که اپای کازان تجربه دستگیری کردین، واردی برنامه شون شدین. رحمت کلان دوستای عزیز. همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با ایمان و بانند. دوستای عزیز با یاد الله باشین، ننگ و ناموستونم نفروشین برای یک پول کوچک شده و همیشه با یاد الله مهربان باشین، هیچگاه خواری و زاری را نمیبینین. tak افیر قد میکنیم انشاءالله. با کانال هنر و طبیعت میخوام کمی با صحبت کنیم انشاءالله. خیلی نفرای وارد میشوند تا ساعتهای 12 خطافه با در روز برآمد میکنیم. رئیس همینجا دی که فاروق‌شاه همینجا دی لابای گوش الله کرد نگهبانتون باشه. اگه من برام اگه که دیر شد مودم گپ نیست. در امون الله باشین، زنده و سلامت باشین. رحمت برای که هوا سرد است و بارونی است، دلم میل خواب دارد، مثال مرغ آسمانی دلم میل خواب دارد. همه آواز یکا شناس توفتیسته. اکمان رسول لطیف فای نگفتم این چی بودی برده من خیب اکای رئیسه؟ صورت ایشون مونده. نه صورت ایشون زنچو که علوش کرده بگو. نه این همه خیلی خیب داره. ولی پگه صورت ایترا میمونه. نه راست دیگه تا قومی صورتش مگه مثال کانالش دمامی یا چی را پرفتگی امی ایشون را پرفتگیت درم ادم امی روز تماشاش کردم دینا بود. امی روز با فیلم بود. همه دونم این روز بود دینا بود که تماشاش کردم. مقصد یکی کلاکوچ که کانالش اهمیت ندادم. باز میبینم این گاوه هم آواز شناس توفته سر میگم کیوشه نه که رسول بوده. فهمو ای اکای رسول وارد شدن، حالی آوازشون نبرواره. من حیران شدم این نفر نو اومده. گفتم کی باشه؟ کی یکی آوازش بروار؟ سراز شناختم شد. الله یار مددگارتون باشه. اکای شادیبیگ از او رحمت برای افتادتون، برای صحبت خوبتون و خداحافظ. در این دنیا نه من مانم، نه آن شاه و نه آن سلطان، بیماند جاویدان مهر و محبت خوبی انسان. برادر عزیز، بیماند جاویدان مهر و محبت خوبی انسان. همیشه خوبی کنین. اگر برزم خوبی کرگیتون یگام ظلم و ستم بینین، یگام تهدید را مثال چکنین، هیچگاه رو افتاده نشوین. الله مهربان ای پاداش اینه الله در شما میتیه. ای دنیا که ندیدین از اوجا میبینین انشاءالله. فی امان الله برادرای عزیز.
خدا نگهبانتون. فرخشو زنده باشی دوستی عزیز. از مستحق باشده. سیلکه من خدا سیلکه را برای چی مانم؟ کی میدرویا؟ من از سیلکه را ماندم. کی وارد میشوه؟ یا الله شکرانه خدا. بردارا کسانی وارد میشوند من وارد شوین خیلی 2 دقیقه دیگه میستیم. من در آمدنی بودم. درو این رئیس همیشه باشید درو. رئیس میبیه قبولش نمیکنم من. قبولش نمیکنم نکیم خودش автоматики зеленый светофор میدرویم که автоматики. ما مهمونای خیره دا به تق تق میدرویم. بله شکر الله. ما یک نفهمیده چه خیلی برآمدم و قدر دیمبورا خواستم بدرم که به سیلکر نمونده نمیشه برای همین باری بالا کامنتاری باری بالاش میرفتی میتونیست درومانا. رفتم نشید برای همین باید پرستم که چه باید سیلکر پرا گم شبکه شد بگ و زکریپیت کنی بهتره وقتی که فیل کردی زکریپیتش که با کانال خودت دیگه وقتی اودان میدروه سرازا میبیناش خیلی گوش کن همه زکریپیتا من دایجه نمیتونم. آخه میگم این لوگین پرول تا بمونمش میگوی نه یا میگوی نمیدونم لوگین پرول صرف کردشه من این کانال کازان تجاره خیلی میدونم کانال خود من نمیدونم. کانال دیگه کسا عجیب میسونید. من فقط نمره تلفن قطعی که وقتی وارد کانالم شوم یگان مشکلی شود در کانال نمره تلفن نبیرد میکنم با ایزمین میکنم ایسر پرول میزنم. همون وقتی که ایزمین کردی اخیرون برد این قم مسافر چیدگی این قم پرابلم های دنیا در کلته که هوای یک پرول بومنه که دیگه پرول موندگی بودم نکه موجود با دیگه نمود پرولای انگلیسی حرفای خیلی هرخیلی قطعی هوایش من یه جو سکرین شات کردم موندگی اما حرفای هرخیلی هم رقم داره هم حرف داره خلاصه انا هوای سخنیت کردم موندگیم تا که به هوای درومدن میشه با فکرم. وای رقم را چون میکنی لوگین پرول کانال تمام اگر رقم اسکو همون لوگین پرول همون کانال انا هوای های انا ما حرفای اقل مغله کرد. خیلی مرده که خوب اونین گاب زنه کرد این مرده که خوب صاحبی کانال های فارشان ما رو دلیل میکنه خودش داخل گاو زدن نگیره. اینجا رسول لطیف نیستم اما موفق کردنتون پذیرن سلامت باشه رسول لطیف خوش آمدین. اکنون یک طرف اگر نگاه کنیم من راستی اگر خیلی کم ترک اهمیت بتونم همین چیزو را صرفا میرم برای همین کارا نمیخوام و چی بگم معنی سرم بسیار عذاب داده هم بعضی آدم مثلا همین یک چیز اهمیت میتم من بسیار نیم کم ترک اگر خیلی دقت بتونم اگر صرفا میرم تیز صرفا میرم بسیار همین کارا میگم همین چی در کارا میگم همین خدمت برای غم دادن چی در کارا میگم مثلا معنی سرم برای همین چیز غم دادن در کار نیست معنی سر در کار میشه ولی در پیری برای همین زفاس مونده سوداندن معنی سر که خیلی چیزا را برای گفتن یفتن یا قغمش نمیده چیزا را برای شاگردان مونین من آخی رئیس همون معنی سر دا یک کار کن که چند قسمش کن چندین قسمش کن یک قسمش مثال یا فکر تا دایوج جوک یا فکری که دایه جای دیگر خیلی یک چیزا نشو خیلی افکار میکنه یعنی که همه را دایه جو تو میتونی تو افکار میکنه آدم به کسری دین میکنه هوای 24 ساعت هم مغز سرم با 24 ساعت تقسیم که 24 ساعت 8 ساعت چخ باید خواب رو انسان که ماکسیمم 7-8 ساعت گفته یه دختر و گفته 8 ساعت دیگه شکر 8 ساعت دیگه در وای دیگر ویدیو هم معنی سرم باید یک قسم شاکه برنامه بکنه هم خیلی گفتن خودت همون با معنی سر خودت همون پرول اجا کده نمیتونی با مردم میگی نه هستای گفته سم کو پرول هستای من هر یک درومدگی من او پرولا را نمیزنم که فرق شو من نمبر تلفن میزنم خودش همون پرول بوم میبیه من نمیگم سخرانید ندارم سخرانید
تلفن فرق تو شد. چیکار فرق شو می‌کنی؟ برادر ما ماینه سر ما کو ده تقسیم کردگی 12 ساعت کار میکنه 12 ساعت خواب تقسیمش نکنی ساعتی 9 رس و 9 سر ای خونه میبرم حتی ساعتی 10 را در جای کار میرسیم تا ساعت 10 را در جای کار میرسیم 10 تا کم 10 تا یا که 5 تا کم 10 بعضا حالت میشه که اگر تراموای قدیم را مو 10 15 تا گذاشتم خلاص که 10 تا کار سر میکنم تو ساعتی 10 بعضا حالت میشه که با اگر همین کساد اگر بسیار وقت کساد که میرسیم کساد اگر اون کثیر که نباشه اگر تو در کسا میستم ساعت 10 میشه دیگه توبه کردن خودم میام که تو همه خانه را میام خیلی میگم که از اینا تورا میکنم دست رو میشم با جمعی یگان ساعت دیگه قدی شده قدی الحمدلله به شاشت کی چرچر میکنم همین دیگه هم قدر همین 12 ساعت هم نمونده من سر مونده بود با فکرم که همین اگه 8 ساعت وقت موندگی ایسادی بکاریش دیگه همین 14 ساعت دیگهش با فکرم که 16 ساعت دیگهش با فکرم چیش دیگه فعالیت کیزه ایشالله شده بخیره الحمدلله این قاک گپمون برای کانال هنر و طبیعت میمونیم این قاکشه نه خیلی ماشاءالله مثل ما از تاک چرتیدم سلامت باشه من تو ساعت 12 افیر میکنم در کانال هنر و طبیعت خیلی یگون کس بیه میبیه نبیه تناشون انشالله با اون افتاد که میشیم ما یک دست رو ما بشون برای من نه